السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، شکر پروردگار کریم و منان که باز ما را به دیدار هم رسانید. در استودیو با شما شوکتی محمد هستم. برنامه فردای تاجیکستان است، در پخش مستقیم هستیم. امروز ما تصمیم گرفتیم که برنامه امروزه فردای تاجیکستان را آزاد برگزار کنیم و یگان موضوع انتخاب نکنیم، موضوع از مردم باشد. با شما تماشابینان گرامی ما شانس دهیم، فرصت دهیم که شما هر چی گفتنی دارید برای پیشروی کشور، یگان ایده یا برنامه دارید که میخواهید همین گونه اگر در تاجیکستان برنامه باشد و همین گونه ایده پیاده شود، کشور ما پیشرفت میکند، کشور ما ترقی میکند و فردای تاجیکستان گل گل میشکفد. این گونه فکر و اندیشه های شما توسط برنامه فردای تاجیکستان گفته خواهد شد و به گوش حکومتداران ما رسانیده خواهد شد. ما به خاطر چی این برنامه امروزه را به خاطر چی گفتیم که موضوع آزاد است؟ برای آن که گاه چنین برنامه ها را باید پخش کرد تا اینکه مردم هم در پیشروی کشور و برای ترقیات کشور خود را شریک دانند. امروز طرز شده است که حکومت چنان یکرو شده است که نه فکر، نه اندیشه، نه برنامه، نه ایده از یگان نفر نمیپرسد و خود سرانه، خود پسندانه چیزی که میخواهد همان را پیاده میکند که در اکثر وقت میگویند چون جامعه به مصلحت کوتاه نمی آید، اینها به مصلحت که کار میبرند همیشه جامعهشان کوتاه است و همیشه کوتاهی سر میزند و همیشه با کوتاهی و با نقصان و با کندی کشور ما پیش می رود. هرچند که پیشروی هست لیکن با کندی، با تندی است و این گونه پیشروی یگان نفر را قناعت کننده نمی تواند و پیشروی هرچند که هست غیر قناعت بخش است و به خاطر آن که قناعت بخش باشد باید عقلها را یاری دهد. مشورت، ادراک و هوشیاری دهد، عقلها یاری دهد. در تاجیکستان ما کمبودی این است که مردم خود را برای پیشرفت کشور، برای ترقیات کشور شریک نمیداند و به این خودی حکومت هم سبب شده است. ببینید تماشابینان گرامی، در یک کشور حقوق بنیاد پارلمان برای چی است؟ پارلمان برای آن است که مردم یک نمایندگان خود را انتخاب میکند و برده به پارلمان می نشاند، به کرسی پارلمان می نشاند تا اینکه داد مردم، خواسته های مردم، برنامه های مردمی، مردم آنچه که در حکومت دیدن میخواهد، برای پیشرفت کشور دیدن میخواهد، توسط وکیلان خود باید صدا دهد. اما وکیلان پارلمان که همین که انتخابات میگذرد مردم را فراموش میکنند و همیشه گوش شنوا طرف حکومت دارند اما طرف مردم نه و همیشه کوشش میکنند برای یک حکومت، برای یک عائله همیشه گوش شنوا داشته باشند، قابلک باشند و همیشه آن چیزی که از طرف حکومت می بیاید با آن امضا کنند، تگمه ها را پخش کنند، اما از طرف مردم خیلی کم پیشنهاد ها می شود، خیلی کم ایده ها می شود که توسط وکیلان پارلمان آن به صورت قانونی پیاده شود. انا برای همین هم امروز ما تصمیم گرفتیم که مردم ایده های خود را بگوید، مردم برنامه های خود را بگوید و ما باوری کامل داریم که در بین امروزه حکومتداران ما هستند نفرانی که انصاف دارند، وجدان دارند و گوش شنوا دارند. ما داریم در بین حکومتداران ما، در بین اهل زیائیان ما، آنهایی که گپشان به حکومت امروزه کمتر هم باشد میگذرد، گوش شنوا دارند و ایده ها و فکر و اندیشه هایی که مردم میگوید اقلا هیچ نباشد همچون فکر اندیشه خود جمع آوری میکنند و به آنهایی که تصمیم در دست آنها هست
به گوش آنها برده میرسانند. برای همین هم تماشابینان گرامی، در برنامه امروزه ما شما فعال باشید. در برنامه امروزه ما فکر و اندیشه و ملاحظه های خود را جمع کنید و اینجا ابراز کنید و کوشش کنید که برای پیشرفت کشور یک سهم داشته باشید. شما ناامید نباشید. هر یک حرف شما در تاریخ نوشته می شود. هر یک پیشنهاد شما در تاریخ نوشته می شود. این صدای شما که ثبت شد و این صدای شما که برنامه شد، این در شبکه های اینترنتی چرخ میزند، در شبکه های اینترنتی میماند و مردم روز از روز این را گوش میکنند. حکومتداران گوش میکنند، ضیائیان گوش میکنند، همون وکیلانی که از من و شما در پارلمان گویا نمایندگی میکنند به گوش آنها میرسد. امروز نباشد فردا، فردا نباشد فردای دیگر، به انصاف میگویند. یک کمی وجدانشان آنها را عذاب میدهد و اگر به این ملت، به این کشور خدمت کردنی هستند، آنها کوشش میکنند که این گفته های شما عملی شود. و اگر این گونه انصاف نداشته باشند و این گونه وجدان نداشته باشند، زمام کشور باید به دست مردم گذرد و مردم باید آرمان های خود را توسط نمایندگان واقعی خود عملی کنند. وقتی که این گفته های شما، وقتی که این برنامه های شما، این ایده های شما به گوش مقامداران و به گوش وکیلان پارلمان نمی رسد و آنها این گفته های شما را نادیده می گیرند، دانسته باشید که آنها نمایندگان شما نیستند. آنها را همین گونه زورن تعیین کردند و به کرسی پارلمان برده شناندند تا اینکه هر چیزی که از طرف یک گروه مخصوص فرمان می شود و لایحه‌ای که برای فایده یک گروه مخصوص همچون قانون پیشنهاد می شود، آنها تگمه ها را زیر کنند. یعنی باندیتیزم. آنها وکیلان پارلمان نیستند. اگر این گفته های شما را به اینابت نگیرند، ایده های شما را، ایده های مردمی را برای پیشرفت به اینابت نگیرند، آنها وکیلان پارلمان، آنها حکومتدار نیستند. آنها باندیت ها هستند. باندیت که با مردم ساز نمیگیرد. باندیت فقط دو چشمش در دارایی مردم است، در کیسه مردم است. چیکار کنم بدزدم، چیکار کنم بربایم. از این زیاد دیگر فکر اندیشه کرده نمیتواند. برای همین کسانی که صحبت ما را، حالا ما کوشش میکنیم توسط اینستاگرام نیست صحبت امروز را پخش کنیم، کسانی که صحبت ما را توسط اینستاگرام تماشا میکنید، در اپیسانی نوشته می شود رقم های ما و شما می توانید با ما تماس بگیرید و فکر و اندیشه های خود را ابراز نمایید. از برادران اتاق فرمان خواهش میکنم که کانال اینستاگرامی ما را به این برنامه ما پیوست کنید تا اینکه آبونچیان ما که نزدیک به 2000 نفر رسیدن، قریب 1700 نفر شده اند، آنها نیز از این برنامه ما بی بهره نمانند. برادران عزیز، زنگ می آید، مرحمت نوبت از شما، با هم صحبت میکنیم هم جایه برای پیشرفت کشور فکر اندیشه رانی میکنیم. بفرمایید. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. مرحمت، بفرمایید. بسیار خوشحال هستم برادر. من از ناحیه قبادیان هستم برادر. یک گفتنی ها دارم که به مردم شریف عزیز. برادر، من یک ازبک زبان هستم، در خاک زمین تاجیکستان زندگی میکنیم. اکا ما تاجیکستان همچون وطن عزیز دوست میداریم. اکا بسیار خوب، بفرمایید. چی گفتنی هستید؟ اکا همه گفتنی هستم که با مردم آزادی بیتی، که مردم کار بار خچه ببینه. اکا امروز یک روزی آمده است که با سر ملت مردم ما اکا بسیار احوالش تنگ شده. اکا راست گپ جناب عالیشان دروغ بسیار برد. همین در ورق چیزی نوشته بود، هوای خوانده داد. اکا ما در همونجا زندگی میکنیم. از جماعت و تقرار نظر تا گفته در
район ки 7 километр асфальт пуш кардан. Ака ин гап дуруғ аст. Мо дар ҳаминҷа зиндагӣ мекунем ака. Ягон гард асфальт пуш кардагӣ нест. Ай мардум 10 сомонӣ сари ҳар одам 10 сомонӣ, ай магазиндоро 50 сомонӣ, ай мошиндоро 20 сомонӣ ҷамъ кардан, ака асфальт кардан. بسیار خوب برادر عزیز، این گفته های شما در تمام نواحی کشور، نه تنها در ناحیه شما بلکه در تمام کشور، در تمام مقیاس کشور همینطور است و ما از این چیز با خبر هستیم. چندین مکتوب ها هم به ما آمده است و من خودم که از ناحیه اشت هستم و میدونم که چندین دهات ناحیه ما اسفالت پوش شده است و سهم از حکومت کشور در آن نیست و فعالان دهات و فعالان ناحیه در آن سهم گذاشتند، مبلغ جمع کردند، به روسیه آمدند، حتی از روسیه پول جمع کردند، به کشورهایی که در آنجا، به شهرهای روسیه که در آنجا مهاجران ما هستند، به آنجا رفتند، پول جمع کردند و راه های دهه های ناحیه ما را اسفالت پوش کردند. این در تمام مقیاس تاجیکستان است که کاری بد هم نیست. آباد کردن دیار کاری بد هم نیست. اینجا کاری بد مشینیکی مقامات است که همین چیز را به نام خودش ثبت میکند. همینجا اگر حکومت، آنهایی که در حکومت ما هستند، آنهایی که در حکومت کار میکنند، در مقامات کار میکنند، اگر آنها عقل و هوش میداشتند، تنها برای آنها بس بود که به مردم تشکر کنند، به مردم اظهار منتداری کنند. اگر به مردم آنها اظهار منتداری میکردند، مردم یکی کردگیش را دو میکرد. امروز اسفالت پوش کرد، پگاه مکتب میپوشد، بس فردا بیمارخانه میپوشد، با روزی دیگرش به یک آبادکاری های دیگر سهم میگذارد. اما این حکومت ما به جای آن که منتداری بیان کند، به همین مردمی که برای آبادکاری سهم میگذارند تشکر گوید، همه تشکر را به خودش میگوید. تشکر به خودش میگوید که به مردم اجازه داده است آبادکاری کنند. یعنی این حکومت ما میتواند اجازه ندهد که مردم آبادکاری کنند. طوری چند سال ها، تقریبا 10 سال پیش، در یک دهه یک بیزنسمن، من خودم با خبر هستم، از او نام نمیگیرم، وقتی به حکومت مراجعت کرد که گفت من دهه خودم را از اول تا با آخرش راهی که مردم دیگر دهات میگذارن اسفالت پوش میکنم، به او اجازه ندادند. و این حکومت ما میتواند اجازه ندهد که مردم چیکار کنند؟ آبادکاری کنند. انا برای همین امروز حکومت هر کاری آبادکاری که مردم کرد به نام خودش ثبت میکند و به مردم این گفتنی گپ هست که شکر کنید که ما به شما اجازه داده ایستادیم که شما آبادکاری کنید. زنگ دیگر هست؟ بفرمایید، دیگر نفر رو قبول میکنیم. لطفاً کسانی که با ما هم صحبت میشوید، وقتی که با ما تماس گرفتید لطفاً یوتیوب رو خاموش کنید، بعد با ما تماس گیرید تا هر دو آواز به هم آمیخته نشود. تگمه لایک را پخش کنید تا دیگران با ما همراه شوند. بفرمایید. السلام علیکم اکا. و علیکم السلام. همین دفعی یک هفته پیش من به شما زنگ زدم، پیشنهاد کردم که همین نرخ بلیط را ارزان کنن، نه که شما به غضبی شده تلفن کشتید. همین پیشنهاد من خوبه برای مهاجران. نه همین اگر بزنید با توریستا تاجیکستان میبریم، توریست بسیار میبریم. خودمون اکا توریستیم، خلق مهاجر، خودمون در همین روسیه سولاش خطی میگردیم، تاجیکستان رنگی توریست میریم. همون رایون طرف بدخشان، زرافشان، همون پول ده همون جا ولاجید کنیم، با همون کوه و کوهسارا، با همون پولی که همون جا رسخود میشود، همون پول قطی، همون سنگ و سفولی که هسته، هوای بد بیاریم. این خیلی دیگه خارجی آدمو را سیرود کردن چیز نمیکنیم. ده چی میگن؟ اینوستیسیا در کار نمیشد، ای پولی خودمون میشد. همین پیشنهاد نادرست بود. شما اون روز پیشنهادتون اگر چنین گفته باشد، پیشنهادتون بهترین است.
در بسیار حالت ها حکومت کشور ما برادر عزیز گرامی به تعداد کم اهمیت میتید، مثلا به پول بسیار به تعداد کم اهمیت میتید. این از یک جهت برای حکومت داری آسان است. مثلا گریم در تاجیکستان به جای آن که انداز سپارنده زیاد شود، انداز را زیاد میکنند، نمودهای انداز را زیاد میکنند و اکثری انداز سپارندگان را میگریزونند و یک مقدار کمی انداز سپارنده میماند. با همین ها میخواهند اندازی که بودجه تاجیکستان را پر میکند، اندازی که اقتصادات کشور را میچرخاند، میخواهند با همون مقدار کم سر کار داشتگی باشند. اکثریت انداز سپارندگان به خاطر آن که انداز زیاد است، انداز طاقت فرسا است، از صاحب کار بودن، از به تجارت مشغول بودن، از کارخانه کشادن، تاسیس کارخانه، تاسیس کارگاه ها میترسند، میهراسند که بانکرات میشوند و حتی این حالت هم شده ایستاده است. و در پرواز هم، یعنی در نقلیات زمینی، نقلیات هوایی هم تاجیکستان ما همین خیلی است و همین تجارتی نقلیات هوایی، هواپیمایی در تاجیکستان ما چندین سال است که مونوپولی شده است. صاحبکاران انفرادی نمیتوانند به این بیزنس، به این تجارت، یعنی نقلیات هوایی خدمت رسانی با توسط نقلیات هوایی، هواپیمایی به مردم خدمت کنند. تنها یک عائله میتواند و اینها مثلا گریم چیشان این است که از مقدار زیاد به خدمت رسانیدن و سمالیاتشان را فرسوده کردن و فرودگاه هایشان را فرسوده کردن و از همه مهمش نمیتوانند که به مردم زیاد خدمت رسانی کنند. انا برای همین از مردم کم مثلا گریم از با خدمت رساندن به یک نفر پلیس 3 نفر را به دست میبیارند. این گونه فکر میکنند آنها و در همین حالت نرخ بلیت ما، نرخ بلیت هواپیمایی نسبت کشورهای همسایه 2 برابر و 3 برابر قیمت است. این گونه فکر میکنند و در نتیجه چیکار میکنند؟ در نتیجه ضرر آنها این است که شهروندان تاجیکستان به کشورهای همسایه میروند و از آنجا بر روسیه پرواز میکنند. این ضرر تاجیکستان است البته و در نتیجه کلینت های خود، میزاجان خود را شرکت هواپیمایی سومونر یا تاجیکر که در تاجیکستان است از دست میدهد و توسط شرکت هواپیمایی ازبکستان، شرکت هواپیمایی قرقیزستان پرواز میکنند و تاجیکستان ما اکثری میزاجان خود را، اکثری آنهایی که میتوانستند از همین دیار خود، از خوجند، از کولاب، از دوشنبه پرواز کنند، میبیایند از قرقیزستان، از آش، از بیشکک، از تاشکند، از نمنگان پرواز میکنند. این البته ضرر است. این را باید حکومت بداند. بفرمایید، زنگ دیگر را قبول میکنیم. اگر برادر یگان چیزی گفتنی دیگر هستید شما؟ هست. بفرمایید. زودتر بگویید تا نوبت را به دیگران بفرستیم، چون اینجا خیلی رقم ها به اصلاح پرپوشن شدند. الو؟ رقم دیگر را، زنگ رقم دیگر را قبول میکنیم. به فکرم برادر صدایشان خاموش شد. سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام. بفرمایید خواهر گرامی. من میخوام که پرزیدنت خودمان از سر قدرت برود و یک پرزیدنتی باسواد به سر قدرت بیاید و ما هم باسواد شویم. استعفا رحمانوف. تشکر برادر یا خواهر یا دادر گرامی. آوازتان به آواز یک نورس میماند اگر خطا نکنم. بله. شما نورس هستید؟ بله. بله. من صنف 5م.
تشکر به شما، شما قهرمان هستید. تشکر به شمایی که در صنف 5 غم ملت رو میخورید، غم آینده کشور رو میخورید، غم آن رو میخورید که پرزیدنت ما یک نفره باشد که اهل سواد باشد، اهل تمیز باشد و اهل خیرات باشد. تشکر به شما که در صنف 5 خونده شریک سیاست و شریک غم ملت هستید، غم شریک ملت هستید. تشکر به شما. انشاءالله که شما آینده خوب دارید. برادر و خواهران گرامی، امروز وقتی که از یک خواننده صنف 5 میشنوی که استعفای رئیس جمهور را طلب میکند، این پیش از همه امید به آینده کشور است. ما فکر میکردیم خیلی مردم از سیاست دور مانده است و پروای سیاست ندارد و پروای این را ندارد که کی وکیل می شود، وکیل پارلمان می شود، کی به سر قدرت می آید، کی وزیر می شود، کی کبیر می شود. امروز ببینید که یک خواننده صنف 5 می براید توسط یک برنامه که پخش آنلاین رفته ایستاده است، با جسارت با شجاعت میگوید استعفا امام علی رحمان. این به نهایت امیدوار کننده است. تشکر به شما. زنگ دیگر را قبول میکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز گرامی بفرمایید. من یکی از ساکنان جماعت دیاتی واروخ هستم. بسیار خوب، بفرمایید. از مرز کشور مرزبانی میکنید. چرا پرزیدنت خودمون هم طول چند سال است که در واروخ جنگ رفته است، تمام مذاکرات میشه، آخر 1 سانتی متر مرز را مهیا نمیکنند. به من سوال دادید؟ بله. من فکر میکنم این سوال شما پیش از همه توسط برنامه ما به خود رئیس جمهوری تاجیکستان و به خود حکومت جمهوری تاجیکستان است که امروز من به آنهای سوال دادم که حاضر در پست در کابینت ششته تماشا دارند. بسیار خوب. من فکر میکنم این سوال شما پیش از همه برای جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و به حکومت جمهوری تاجیکستان است و بعداً به حکومت شهر اسفره است، حکومت ولایت سوغد است که این گفته ها و این طلب ها شما فرصت نداده تا اینکه مردم به شما روبروی این حرفایش رو بگوید. این فرصت را که دادید بدانید که این حرفا روبرو به شما گفته خواهد شد و انا برای همین ما برنامه امروز را آزاد گفتیم تا مردم توانند آنچه در قعر قلبشان نگاه می‌دارند و روبرو به شما گفتن می‌توانند توسط ما به شما بگویند. حکومتداران عزیز، هم ملتان، هم وطنان عزیز و نهایت رئیس جمهور امام علی رحمان، این حرفا اگر شما فرصت داده توانید شجاعت و جسارتی به مردم روبرو به شما سخن گفتن را اگر مهیا کردن را دارید، این حرفها روبرو به شما گفته خواهند شد. آیا در شما به این سوالها جواب هست؟ امیدوارم که جواب ندارید. اگر جواب می داشتید با جسارت با شجاعت پیشگاه مردم می برآمدید جواب می گفتید. وقتی که شما جواب ندارید، وقتی که شما به این سوال مردم گفتنی ندارید، شجاعت و جسارت پیشگاه مردم برآمده گپ زدن ندارید. انا همین است که بین شما و بین مردم فاصله ایجاد شده است و همین است که بین شما و بین مردم فاصله است و همین است که مردم روبرو به شما نه در برنامه‌های تلویزیونی دولتی نه می‌گوید توسط این برنامه‌های ما دادش را میگوید. واروخ این ننگ ملت است. هر یک ذره خاک واروخ باید محافظت شود. هر یک وجب زمین کشور باید محافظت شود. یک وجب زمین داده نشود. برای ما یک تجربه یک قسم زمین تاجیکستان را بدون پرسش و پاسخ به خطای دادن بس است. همین ننگ برای ما بس است. همین ننگ نه تنها به امام علی رحمان بلکه به تمام اهل ملت بس است که ما این وقتی که به خطای زمین تاجیکستان داده شد
ما سرمان خم، زبانی بسته، دهانی بسته بودیم. حالان که در گذشته اجدادان ما توسط جنگ های خونخوار نمیخواستند یک وجب زمینشان به بیگانگان، به اجنبیان داده شود. برای یک وجب زمین 10 سال و 15 سال خونریزی ها میشد. اما ما از مردم نپرسیده، حکومت ما از یگان نفر نپرسیده یک قسم زمین تاجیکستان را به خطای داد. امروز وجب به وجب زمین وارخ از آن قرقیزستان می شود. فقط کار در حکومت ما این است که گپ گفت و شنید رفته ایستاده است. در داخل گفت و شنید، در رفت گفت و شنید چندین قدر زمین وارخ به دست جمهوری همسایه قرقیزستان گذشت. این واقعا باعث ننگ است و این را باید حکومتداران ما بشنوند. زنگ دیگر را قبول میکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام و رحمت الله. من شما را میشنوم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما در پخش مستقیمی برنامه فردای تاجیکستان هستید. بفرمایید. بهترین. من هم یک شهروند جمهوری تاجیکستان حاضر در مهاجرت مهنتی قرار دارم. من هم میخواهم نسبت همین برنامه بعض فکر عقیده های خود رو یعنی پیشنهاد کنم. بفرمایید. ما چیکار کنیم که یعنی آینده وطنی ما کمتر پیشتر رود، یعنی آزادی شود، آبادی شود. برای این پیش از همه باید این حکومت از بالا تا به آخر به استعفا رود. این پیشنهادی من است. بله. باید به استعفا رود، یعنی وظیفه را خالی کنند. اگر خود را شهروندی تاجیکستان، فرزندی این ملت، این دولت، این وطن بشمارند، باید به یگام گپ و خبر از وظیفه باید دور کنار شوند. باید شخصان دیگر به وظیفه بیایند و حکومت را یعنی از نو با طریق حاضره یعنی پیش برد. این یکم پیشنهاد. پیشنهاد دیگر دومی من به حکومت از دوست صدایتون قطع می شود. برای که ما میدونیم که این حکومت از پایان تا بالا فقط کار دزدی است، کروپسیا هست. بله. چی باید کرد؟ تا ما روزی ما یعنی حالی ما، زندگی ما از این بد شده رفتن میگیره. من چندین در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم تمامی دهقانی داریم، ما با زمین سر و کار داریم. تمام صدایتون قطع شد برادر گرامی. زمین هست. صدایتون قطع شد. می توانید یک بار تلفنتون را خاموش کنید و به یگان جایی که موجش خوب است برایید و از نو به ما تماس گیرید. حتما به شما فرصت میدیم که بار دیگر به شما فرصت دهند و شما حرفای باقی مانده تان را بگویید. برادران گرامی که تماس قبول میکنید خواهش میکنم این رقم را در خاطر داشته باشید و اگر که دوباره زنگ زدن اون کس را پیوست کنید. من یک چیز گفتنی هستم پیش از زنگ. برادران عزیز خواهش میکنم، تقریبا ما را 1000 نفر تماشا میکنند. لطفاً این برنامه شما است. اینجا صدای دل شما گفته می شود. اینجا صدای قلب اینجا حرفهای قلب شما صدا می دهد و به خاطر آنکه حرفهای قلب شما از قعر دل شما حرفهای اینجا صدا داده شود، خواهش میکنم شما تگمه لایک را پخش کنید تا اینکه نفران دیگر باخبر شوند و به این برنامه ما همراه شوند. شاید آنهایی که خبر ندارند که در اینجا برنامه ما رفته ایستاده است، آنها گفتنی های داشته باشند که برای پیشرفت کشور ما، برای ترقیات کشور ما سهم مهم شاید میتواند داشته باشد. زنگ را قبول میکنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. کی شوکت سوز هستین؟ شکر پروردگار.
بفرمایید. تشکر زیاد که به من هم امکان دادید. من هم یک شهروند تاجیکستان هستم. میخواستم فکر و اندیشه خود رو ابراز کنم. بفرمایید، اینجا منبر شماست. قدم اولی ما به فکر من همین است که فقط در همین اینترنت حوزه ما دیگر مثال چی کردن نمیتونیم، فقط توسط همین شبکه های اینترنت میتوانیم همین ناراضگی خود رو بیان کنیم. هر چی زودتر، هر چی بیشتر، هر چی همین با آشکارا باید چیکاریم، نترسیم. من قرقیزستان ما چی کمی داریم از قرقیزها. بله. در دوام چند روز نیاکن سه پرزیدنت تعلیش کردن. نمیشه ای آینده تاجیکستان ما به خدا اویا هیچی ما آینده نمیبینم آینده نیست مونده. بله. به فکر شما چی باید کرد؟ به فکر ما باید فقط همین در همین اینترنت فقط درباره همین انقلاب گپ زد. انقلاب فقط انقلاب چه خیلی کریم راه یافته. همین اولین صدا رو باید از درون تاجیکستان همین یک صدا یک لنگه در کار، تمام دیگه هیچی در کار نیست. مثلا ما باید آزاد فکر عقیده خودمون بگیم. ما ندونیم مثال پرزیدنت چند قولیک میگیره، اوش چند قولیک میگیره. چیزا ما میبینیم که مثال هر روز ماشین نو میخرن، هر روز دچه و چیزای به حساب دارن. ما مردم کار نیستیم که مثال میشنویم میبینیم ای کی جای چیه. نمیخواد در تاجیکستان ما نیستن ژورنالیستانی که همیو رو مثال تحقیق کنن. چیه ژورنالیست ای مردم فرق میکنه که او حقوق و چیزای و مثال فرق میکنه. مثال ژورنالیست باید چوپلوس نشوه. ژورنالیستو که جوره من حیران میشم بغیر همین تاجیکستان تمام دولت‌های حقوق بنیاد، دولت‌های همین چیز کدیسیان آزادانه گپ میزنن، قفای پرزیدنت گپ میزنن، قفای سروردیرش گپ میزنن. چرا تاجیکستان مردای نیست یگون ژورنالیست آزاد برای گپ زنه اخی داچوش نشو. ببینید برادر عزیز، ببینید برادر عزیز، باز در خط علاقه بمانید، همراه صحبت میکنیم. ببینید اگر رئیس جمهوری تاجیکستان آینده نگری داشته باشد، اگر به سیاست صرفم رود، من نمیگویم که به سیاست صرفم نمی رود، چون که تجربه 28 ساله سیاسی دارد. فقط حرص جایگاه و منصب و کرسی او را نمیداند که عاقلانه فکر کند. برایش بسنده است که همه این محبت مال و دارایی، دزدی، همه این را به یک سو گذارد، یک بار ملت دوستانه، وطن دوستانه اندیشه کند. همین بس است که خودش انقلاب کند. همین بس است که بگوید آنچه که میخواستم و در خواب شبم ندیده بودم، این روزها را دیدم. آنچه که امید میبردم 100 برابر و 1000 برابرش را پیدا کردم. و امروز روزی رسیده است که به ملت حق بدهم تا که ملت پیش برود. به مردمم حق بدهم تا که مردمم بهترینش را، ارزنده ترینش را، شایسته ترینش را به جای من بگمارد، به جای من بنشاند. و این کار را و این تصمیم را پیش از همه، یعنی انقلاب را خودی پرزیدنت رئیس جمهور امام علی رحمان کرده میتواند. و این مصلحت را پیش از همه آنهایی که با اون نزدیک هستند و امروز 4 چشمشان به دارایی ملت است و حرص مال چا و این دارایی ملت چشمان آنها را کور کرده است، یک بارکک به انصاف بیایند و یک بارکک باید وجدانشان کار کند و بگویند که این روزها را ما انتظار نبودیم. همین قدر ملت خاموش ایستاد، همین قدر مردم ملت دم نزد تا اینکه ما هر جای خواهیم دست درازی کنیم، دست و پنجه دراز کنیم و به سوی خانه خود کشانیم. و هرچی ملت داشت از خود کردیم تا امروز. و یک بارکه قطار دیگر ملت ها ما به ملت حق بدهیم، به مردممون حق بدهیم که پیشرفت کنند. آخر نخواد رئیس بانک هم، رئیس جمهور هم، رئیس دستگاه هم، رئیس پارلمانی، رئیس مجلس ملی هم از یک عائله بیاید. نخواد در تاجیکستان دیگر شخص ارزنده وجود نداشته باشد. این شرمندگی رو به کجا میبریم؟
مگر این شرمندگی نیست که تمام ملت را، تمام مردم شایسته ملت را، ارزنده ترین نفرانی که امروز هست نادیده بگیری؟ رئیس مجلس ملی دویم نفری کشور را هم از خودت، از فرزندان خودت، از خاندان خودت بمانی، رئیس دستگاه را هم از خاندان خودت بمانی، بانک ملی را هم خاندان تو اداره کند، دیگر بانک ها هم و داره های کشور را هم فقط اویله تو اداره کند. این انصاف کجا شد؟ چرا چشم تو مردم را نمی بیند؟ چرا چشم تو ملت را نمی بیند؟ و تو فکر نمی کنی که ملت از خودت هم، از بچه هایت هم، از دخترانت هم، از داماد هایت هم ارزنده ترین نفرها و شایسته ترین نفرها دارد؟ چرا کادرهای ما، ارزنده ترین کادرهای ما را چشم دیدن نداری و آنها میبرایند در کشورهای دیگر قدر میشوند؟ آیا شما خبر دارید که در کابینه کاری جو بایدن پرزیدنت آمریکا یک خانمی بدخشانی کار میکند؟ همین خانمی بدخشانی پدر مادرش از همین جنگ فرانت خلقی، از همین همسنگران رئیس جمهوری امروزه امام علی رحمان گریخته به آمریکا رفته است و در آنجا جایگیر شدن، تحصیل کردن. امروز در کابینه کاری جو بایدن است. آیا اون نمیتوانست در تاجیکستان باشد و در تاجیکستان برای پیشرفت تاجیکستان خدمت کند؟ این گونه ما مغزهای کشور را میگریزانیم. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه به ملت، به مردم، به شایسته ترین شخصان ملت شانس نمیدهیم که یک بار قدرت خود را بسنجند. اگر امام علی رحمان رئیس جمهور کشور انصاف داشته باشند، اگر اعضای عائله‌اش انصاف داشته باشد و این لگنبردارانی که به او تحسین و آفرین میخوانند انصاف داشته باشند، به این خلاصه نهایت باید بیایند که این ملت از این عائله دیده شایسته تر، از این ملت دیده ارزنده تر نفرانی دارد که میتواند رئیس جمهور باشد، میتواند رئیس دستگاه باشد، میتواند رئیس مجلس ملی کشور باشد. باید به این خلاصه پیش از همه رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان بیاید با انصافانه. اگر که نآمد، اگر که باز هم این همه مال دارایی که غصب مال دارایی کشور چشمانش را کور کرده، وجدانش را از بین برده، دیگر ملت کار خودش را میکند. امروز است یا فردا یا فردای دیگر، دیر یا زود. آن روز را پاییده ایستادن خود امام علی رحمان و اهل عائله‌اش این یک حماقت است. آن روز بیاید، نه امروز مال ملک جمع کردهشان میماند، نه امروز آبروی عزتشان میماند، هیچ چیزشان نمیماند. شاید جایگاه همگی در حبس میشود، شاید به چهار طرف دنیا مهاجر و دربدر و گریزه میشوند. به خاطر آن که آن روز برایشان نبیاید، آن روز را مردم به سرشان نبیارد، همین روز باید تصمیم را خودشان بگیرند. سلامت باشید. زنگ دیگر را قبول میکنی. سلامت باش. الو، لبای شما را گوش میکنم. الو، صدای شما می آید. برادر گرامی بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. منبر از شماست. پخش زنده دم قرار داریم اکا شوکت. بله، شما در پخش زنده اید. ما یک مراجعت دارم به همه بگم که اپوزیسیا. بفرمایید. کاری خچونه بسیارتر بیشتر کنن. بعد یک پیشنهاد به همه طرفدارای رحمانو، هر گونه که او برآمد میکنه، او را طرفداری میکنه، صفحه چون میکنن، یا خواهش دارم، یا التماس دارم به همون آدمایی که طرفدار رحمان هستند، بیگذار همون رنگ شماری علاهیده پرمای افیر کنن، با مردم صحبت کنن، بینن که مردم او را چی میگن، بعد او کامنترها را بخوانند که درباره او چی می نویسند. شما برای پرزیدنت گفتید که فکر خلق کنه، او یگان مایده در فکر خلق نیست، در وجود او یگان مایده ایمان نیست، در مینه سرش یگان مایده انصاف نیست،
در دلش یگان میده رحم نیست. شما این فکر ایسرتون دور کنین که او یگان میده فکر خلق نمیکنه. گفتی همو کی محمد اقبال صدردین کی او فکر 7 دخترش میکنه و 124,000 دماغ او دیگه یگان فکر در سرش نیست. نه کی خلق تاجیک خلق پرتوقت توقت میکنه روزش میشوه که برای خلق تاجیک یگان یارا در کار نیست. نه کارد شمشیر نیست. بدنداناشون میگزن او را یک طرفه میکنن. ای خداوند ای باور را ما داریم. بله نه که خیلی که اگر 100 گنگ باشی یک بار میهنگی. هر یک راهی که ما میریم او راه عاقبت بودشوی داره، بود نشود گردش داره. هر یک بندی را ما میویم، هر یک زنجیر را که ما میویم اگر دوام خوردن بگیره او آخر داره. این را فهمیده بگیره که همون کرسی که همون شیشتگی یک روز نه یک روز کرسی ای او میروه. اگر او نخواه رفتنی یک روز نه یک روز مرگ میبرش. نه که وای بر احوال جان عائله او، فرض که فرزنداش دختراش دماداش دیگه یگان میده رحم در اون نمیمونه. خیلی که اون نسبت خلق رحم کردگی نیستن. من همه فکر دارم. چی گفتن در همه فکرهای من؟ تشکر به شما. من هم در برابر این فکر شما فکر خودم را اظهار میکنم، چون شما پیشنهاد کردید که همین گونه برنامه ها زیاد کرده شوند و از جانب حکومتداران گفتید که آنهایی که ضد همین گفته های ما گپ میزنند بگذار خودشان نیز برنامه کنند و به مردم شانس بدهند با آنها صحبت کنند. به نهایت فکر جالب گفتید، به نهایت پیشنهاد خوب کردید. بسیار عجایب است. ما چند وقت است که هم برنامه فردای تاجیکستان را پیاده کردیم و از آنهایی که بسیار طرفدار حکومت هستند خواهش میکنیم که بیایند با دلیل در این برنامه ما صحبت کنند. شجاعت نمی کنند، دل گرده نمی کنند که در این برنامه ما بیایند با دلیل صحبت کنند و آنها بسیار جایهای را جستجو میکنند که فکر میکنند در آن جایها برنده آن برنامه مداری سیاسی ندارد، مداری حقوقی ندارد، مداری سخن ندارد، با آنها هجوم میکنند، لیکن تیرشان خاک میخورد. آنها نیست، آنها را به جای خود می نشانند و تیرشان خاک خوردن میگیرد. و امروز برادر عزیز گرامی چند از همین برنامه های برادران و جوانانی که امروز در مبارزه هستند من تماشا میکنم، بی نهایت امیدوار کننده است و بی نهایت بالیده میشوم و چی میگوید سرم به آسمان میرسد. برای همین برادران عزیز و خواهران گرامی وقتی آن رسیده است که همین پیشنهاد همین برادر که گفتند ای کسانی که شما لگن برداری میکنید، ای کسانی که به چشم ملت میخواهید خاک باشید، ای کسانی که میخواهید بگویید که همین از تو جزئی نیست، خواهی هم همین نخواهی هم همین، شما خوابتان را به آب گویید. دیده ایستادید ملت بیدار شده ایستاده است. دیگر به گوش مردم پنبه و به چشم مردم شما لطه بسته نمیتوانید. دیگر چشم روی مردم کشاده شده ایستاده است، گوش مردم شنوا است. دیگر وقتی SSR نیست، دیگر 50 سال پیش نیست که شما با همین مردم را نشنوید، اینها این خیلی هستند، اینها را گوش نکنید، اینها خائن هستند گفتن، شما مردم را باور کننده توانید. فرصت شده است که به مردم واقعیت گفته شود. فرصت شده است که هر یک نفر فکر اندیشه خود را ابراز کند و به تمام جهانیان برساند. دیگر شما پیش راه این را گرفته نمیتونید. در بسته گفتند، دروازه کشاده. دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، حالا ما را تقریبا 1400 نفر تماشا میکنند و نیمی از آنها تقریبا 700 نفر اشاره لایک را پخش کردند. خواهش میکنم این برنامه خودتان است، این صدای قلبتان است. با این برنامه صدای قلب شما به گوش جهانیان و خصوصا به گوش حکومتداران ما، به گوش امام علی رحمان رسانیده می شود و گفته های شما برای پیشرفت کشور نهایت مهمند. برای همین تگمه لایک را پخش کنید.
تگمه لایک را پخش کنید تا اینکه از رفت برنامه ما دیگران نیز با خبر باشند، دیگران نیز با خبر شوند. زنگ را قبول میکنیم. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم. و علیکم السلام. من زاده اسفره. الو. لبای گوش میکنم شما را. من زاده اسفره میگم. بسیار خوب، بفرمایید. من یک از شهر اسفره، یک شهروند اسفره، من به شما خواهش میکنم که بگویید که استعفا رود، استعفا رود، استعفا رود. سبب استعفای شما، استعفا پرسیدن شما چی است و کی به استعفا برود؟ جناب عالیتون با اون مقصد میگم که استعفا رود. بین اسفره واروخ 45 کیلومتر بود. اسفره واروخ یگان وقت واروخ انکلاو نبود، در حالت انکلاو وجود نداشت. بله. یگان وقت ما امروز این اثر قدرت میرد، ما واروخ انکلاو نمیشد. ما انشاءالله و رب العالمین ما همون چخل گم بین اسفره واروخ ما پیوست میکنیم انشاءالله. 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 یک چیز گم ما یک چیز قید کردنیم که رواد آینده شرمنده میشد، شرمنده میشد. باور کنید که اولاد اجدادش که داخلی ترمه میشد، هر یک ما رو به رو اتویت دادن نمیتوند. بله. بله. مردمی واروخ خنده 35,000 اهالیش است. یک گدیت 10 سال پیش 23-24 هزار اهالی بود، حاضر 35,000-36 هزار اهالی است. 35-36 هزار اهالی واروخ صدا سر همه تاجیک هستند، همه ملت تاجیک هستند. یگان چخل گم آمیخته نیستند، همه سراسر تاجیکی تازه است. بله. برادر عزیز گرامی، وقتی که شما سخن میکنید من فکر میکنم سخن یک همدیه هم، سخن یک همسایه هم از دهه پانغازی ناحیه 8 را گوش کرده ایستادم. لهجه مردم واروخ با لهجه مردم پانغاز قریب که یک خیل است. نمیدونم چی بستگی های در بین مردم پانغاز ناحیه 8 و مردم واروخ ناحیه اسفره هست که لهجه ما قریب یک خیل هستند و من حاضر اینجا سخنهای شما را شنیده خیلی به وجد آمدم و هیجان زده شدم، به خاطر آن که فکر هر یک حرف شما به من بوی وطن را می آورد، بوی دیار را می آورد و از هر یک کلمه حرف شما درد ملت می آید، درد ملت گفته می شود و این را باید حکومتداران ما گوش شنوا داشته باشند و این حرف ها را باید بشنوند، این حرف ها را باید گوش کنند. وقتی گفتید واروخ هیچ وقت انکلاو نبود، من با چندین نفر بزرگان دهه واروخ هم نشین شدن، با چندین نفر بزرگان ناحیه اسفره همکار بودم، همسنگر بودم، چندین استادان از ناحیه اسفره دارم. وقتی که با آنها هم صحبت شدم گفتند که همین نفرانی که امروز واروخ را انکلاو کرده اند و این دهات قرغیز، چند دههای مرزی قرغیز که واروخ را انکلاو کرده است، اینها 10 مرده های مردم اسفره بودند، اینها 10 مرده های مردم واروخ بودند و اینها را مردم واروخ همچون چوپان خود، همچون مردکار خود استفاده میکردند و در یک وقت با آهسته آهسته اینها کوچیده آمدند و همین مردکاران امروز زمین خواجه های خود را صاحبی میکنند و زمین باید به خواجه خود برگردد. زمین باید به صاحبان خود برگردد. این را باید کشور همسایه قرقیزستان، برادران قرقیز ما باید قبول داشته باشند. قبول هم نمیکنند. باید قبول داشته باشند و حکومتداران ما، دیپلمات های ما در مناسبت های بین المللی و در مناسبت های کشورهای همسایه در گفتگو با آنها باید دل گرده، شجاعت، تلاش صاحب شدن به زمین خود را باید داشته باشند. اگر حکومتداران عزیز در گفتگوی شما
در مناسبات بین المللی شما زمین کشور حفظ نشود، زمین کشور از دست رود، شما بگویید که این ننگ را به کجا میبرید؟ در گورتان هم خلاص نمیشوید. تا قیامت این مردم ملت به شما لعنت میخواند. شما مرده هم خلاص نمیشوید. وقتی که عاقبت گفته شنید شما، عاقبت مناسبت های بین المللی شما زمین یک وجب زمین کشور را کم میکند، شما این ننگ را به گور برده هم نمیتوانید. همین ننگ زمین کشور را به خطای دادنتان بس است. همین ننگ را در تاریخ نوشته شده است. امام علی رحمان تا قیامت لعنت میشنود که در وقتی در سر قدرت بودن امام علی رحمان، رئیس پارلمان بودن فلانی، زمین کشور، یک قسمی زمین کشور به خطای داده شد. این در تاریخ ثبت شد. کسانی که با امضای آنها این کار شد تا قیامت از مردم تاجیک، از ملت تاجیک، از تاجیکستانیان لعنت میشنوند. و نگذارید که تجربه زمین بدخشان که در قعر آن، در بطن آن زمین ها بهترین بایگری های کشور بود، به خطای داده شد در این سرزمین در طرف شمال به کشور همسایه قرقیزستان داده شود. اگر شما دیگر گفتنی نباشد برادری عزیز، ما زنگ دیگر را قبول میکنیم. بفرمایید، زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام برادر گرامی. آقای شوکت شما؟ بله بله، خودم. رحمتی کلان خداوند حفظ هدایتتان کند. ما رو شما رو مانند هم یک برادر بر دوست می‌داریم و حرمت میکنیم. بله بسیار خوب، بفرمایید. آقای دی همین صحبت ها گفتنی مکه مثلا حوزی بسیار همین مردم زنگ میزنن، استعفا میگن. اکو این اومالی اگر خیلی با عقل میشد این فرعون، این داونا باید روی استعفا میدن. که این وید نگفتی اما اکای محمد اقبال که به عقل بایده برای هم که استعفا دیگه نمیگیم. چقدر که هر روز یک خواهر زنگ زد پروگرام محمد اقبال دا گفت روز 21 زنکا اوجه در طرف وحدت میخوان میتینگ بردارن، از طرف خطلان دیگه برادران میخوان برای روز 21 مارس همه با میتینگ تیار میشن. همه که از خلق از مردم گفتنی هم دیدید که برادران اگر خلق خیستن با میتینگ خونه با نشینید، میان بندید بروید از قفای خلق این دفاعی خطانه کنید. همین حالت قطعی بعدی امام علی لعنی و میتونه که پرتوید روادو و ما یک میتونیم یک آزادی را به دست گیریم. برای که این گپایی که استعفای میگیم آدمی با عقل روی دانا میپرتوف میره فقط جان. که این به عقل این نمیفهمه که. بله. یکون چیز مختلف دیگر دارید؟ برای به همه مردم میرسونیم تیار شوید 21 مارس همه با میتینگ میبریم. امام علی لعین اگر دیدی که خلق برآمد تو یک راه داری، استعفا را میکنی میگریزی، نگریختی کارات پول بد میشود. شما خداوند شما را هدایت کنه که شوکت. تشکر بسیار برادر عزیز، ان شاء الله اهل هدایتیم. تشکر به شما. زنگ دیگر را قبول میکنیم. لبای. سلام علیکم. و علیکم السلام. الو. شما را گوش میکنم برادر عزیز گرامی. الو. صدایتان میبیاید، بفرمایید. سلام علیکم جان. 21 روز انقلابات رفتنی کجا میشده ما فهمیم؟ برادر صدایتان را نشنیدم، یک بار دیگر تکرار کنید. 21 و انقلابات میشد میگم کجا میشد فهمیم گفتم. راستی برادر عزیز گرامی، یک نفر برادر برآمدن گفتن که سنه 21 مارس انقلاب می شود و گفتن که در برنامه برادر محمد اقبال صدرالدین همچنین صدا داده است. اما من باری اول میشنوم، از این خبر ندارم. مردم به میدان برآمدنش، مردم حقش را طلب کردنش
نهایت وقتش رسیده است. من به این چیز ضدیت ندارم، بلکه همه کوشش ما و همه غیرت ما هم به همین است که یک روز مردم دیگر حقش را طلب کند و این فقط احزاب سیاسی نه، فقط مخالفین نه و خود مردم زمام را باید به دستش بگیرد و انتخابات های شفاف در کشور باید برپا شود و مردم خودش خدمتگارش را در کرسی خادم رقم اولش را در کرسی پرزیدنتی برده بشناند. این روز را ما هم انتظاریم. برادر گرامی، تشکر به شما. اما شکل آن، روزی آن چگونه باید شود، مبتکر آن کی هست، من خبر ندارم برادر عزیز و گرامی. من گفتنی دارم استفان رحمانوف. و این گفته شما را حتما حکومتداران ما شنیده ایستادند. جیم صدایشان نمی براید، دل گرده یک حرف گفتن ندارند، دل گرده یک برنامه مردمی کردن ندارند و تمام برنامه های تلویزیونیشان مدح و ثنای یک نفر است و تمام دارایی ملت برای مدح و ثنای یک نفر صرف می شود. این باوری دارم خاموشانه مثل پشه های خاموشک این گفته های شما را شنیده ایستادند و حتما این گفته های شما به دل آنها لرزه در آورده است و آنها امروز به 21 مرد باوری دارم علیه تیاری دیده ایستادند که چگونه با مردم برخورد کنند، مردم را بکشند یا به مردم حق بدهند که حرف خود را بگوید. و کسانی که این ابتکار را کرده اید خواهش میکنم اظهار نظر، گردی همایی کردن. قانون جمهوری تاجیکستان به شما اجازه داده است. طرز گردی همایی کردن را قانون جمهوری تاجیکستان معین کرده است. از روی قانون حتما رسما مراجعت کنید و این کار باید رسمی صورت بگیرد و حتی به این حکومت امروزه ما یک شانسی مردم را متهم کردن را ندهیم که بگویند غیر قانونی شد، غیر قانونی کردن، این کردن و کردن. اینها مثلا گریم چند دیوانه را یادتان باشد 2-3 سال پیش در نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا برده بودند که آنها در اونجا میتینگ کرده بودند. چند دیوانه را برده بودند، چند به عقل را برده بودند، پیش دری سفارتخانه امریکا که در دیوار سفارت را زده بودند و با آنها اجازت داده بودند. اما فکر نمی کنم که به مردم اجازت بدهند پیش دری نمایندگی ها رفتن، پیش دری آنهایی که در آن دیار ما، در آن وطن ما مهمان هستند، دری آنها را رفته سنگباران کردند. اما اجازت باوری ندارم اجازه بدهند که مردم برود پیش اداره پارلمان یا قرارگاه رئیس جمهور یا دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. با این باور ندارم که آنها اجازه بدهند. اینها حرمت مهمان را ندانستند، البته حرمت ملت را نمیدانند، حرمت مردم را نمیدانند. حتما یک فتنه برمی انگیزند. برای همین هم مردم باید هوشیار باشد. نترسید، نهراسید. باید شجاعت داشته باشیم، باید جسارت داشته باشیم، لیکن هوشیاری را از دست ندهیم. زنگ را قبول میکنیم. الو. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر گرامی بفرمایید، منبر از شماست. با برادرها گفتنی هستم که همین برنامه دینانگینه سلمان خالقов یک برادر دیگه زنگ زد که همین خیلی حادثه شده در ناحیه فرخار، دو تا کودک تجاوز کردین. ما دیگه طاقت نداریم. 21 مارس روزی چی موندیم بر اومدن خلق. کسی که میگه چی میکنه ناحیه‌هاش قطعی برای مقصد بعضی آدم ها خبردار نیستن، گوش نمیکنن.
بسیار بسیار خوب. خواهر گرامی، چگونه در کجا کودکان تجاوز شدند؟ یک به فکرم شما همین خیلی گفتید که در کجای کودکان تجاوز شدند. از در ناحیه کی؟ فرخور، در ناحیه فرخور گفتن. ما هم ایامی چیز برنامه سلمان خالق فهمیدیم، نمیدونیم چه خیلی هم خیلی گفتن که دو تا و هم خیلی چیزا هم خیلی کارو بیست شده است. خواهر گرامی، خواهر گرامی تشکر به شما. دیگر گفتنی نداره؟ نه. تشکر بسیار به شما که در برنامه ما اشتراک کردید و خواهش میکنم در برنامه‌های دیگری ما نیز فعال باشید و این گفته های شما را علیه کسانی که در برنامه ما شرکت دارند، در برنامه ما را شنیده ایستادند، علیه گفته های شما را شنیدند. خواهر گرامی، من خیلی متاسفم که مردم در کشور ما نهایت به وحشانیت بسیار بیش از پیش دست زده ایستادند. من به این به نهایت متاسفم. نه تنها در فرخار، در تمام گوشه و کنار کشور این گونه خبرهای وحشیانه را میشنویم. یکی به یکی دست درازی کرده است، به کودک دست درازی کرده است، تجاوز کرده است، حتی پسر به پدر دست درازی کرده است، دختر به مادر دست برداشته است و این گونه وحشیگری ها در کشور ما خیلی زیاد شده ایستاده است. این نشانگری آن است که خواهر گرامی دیگر حکومت در یاد تربیه مردم، در یاد اخلاق مردم نیست. حکومت فقط غمش در آن است که چگونه همان کرسیش را حفظ کند. کرسی و حکومتداران ما و کمانده حکومت در فکر آنند که چگونه کرسی رئیس جمهور را، یعنی چگونه همون کرسی کاردهشان را حفظ کنند. فکر میکنند رزق دهشان همون جنابشان است. ای حکومتداران ما، شما که امروز از یک ملت رحمدیل، از یک ملت مهربان، از یک ملتی که همسایه با همسایه مثل یک عائله زندگی میکرد، از یک ملتی که در یک دیار همه مهر و عاقبت داشتن، اگر به خانه یک نفر از دور مهمانی یک پیوند یک نفر رود، تمام حق همسایه ها او را به مهمانی قبول میکردن، به مهمانی دعوت میکردن. از این ملت شما بز ساخته ایستاده اید، از این ملت شما انمی خیلی وحشی ساخته ایستاده اید. باید در یاد داشته باشید که این ملت دیگر تاب و طاقت این گونه سیاست رانی شما را ندارد. این ملت دیگر تاب و طاقت این گونه وحشانیت شما را ندارد. به ملیسه شما حق داده اید که به خاطر حفظ جایگاه کاردهتان تضییق بیارد، فشار بیارد، شکنجه کند. به کارگران مقامات انتظامی حق داده اید که حتی مادران را، حتی خواهران را، حتی دختران را شکنجه کنند، به ناموسشان دست درازی کنند. آیا فکر نمی کنید که امروز فردا دارد، چرخ فلک برگشتنی دارد، در دور از دور میزند، به جای خود بازگشته می بیاید؟ این را فکر نمی کنید؟ شما حاضر فکر میکنید که همان امام علی رحمان به خاطر شما چاپلوسیتان، به خاطر لگنبرداریتان به شما حق داده است که دزدی کنید، غارت کنید، پول ملت را بدزدید و فقط مدح و ثنا خوانید بس است و در کمند او باقی میمونید و در دزدی، در غارت ملت به او کمک کنید؟ این روز پایان شدنی دارد. حالا برادران عزیز گرامی، زنگ را قبول میکنیم، بفرمایید. الو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید، خوش آمدید.
سلام درود بر شما برادر عزیز شوکت جان محمد گرامی اقبال و- صدرالدین. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود بر شما و بر همه بینندگان شما که الحمدلله امروز تشکر در به این شما که در این روزها وقت خود را دریغ نداشته در برنامه ما شرکت کردید. بفرمایید. فکر میکنم بله. گفتنی های خوبی دارید. بله من در مورد همون مسئله که میگویند روز 21 مارت گویا که ما اعلان کرده باشیم در مورد انقلاب، البته این سخن ما نیست و ما تا امروز آنچه گفتیم از واقعیت ها، آنچه گفتیم از آن مشکلات و مصیبت هایی که ملت تاجیک در آن همیشه در این طول 28 سال قرار داشت و در حالت های وخیم این ملت را این رژیم آورده رسانید و برای این ما همیشه حتی امروز 1 ساعت پس دیر است، اگر ما خواسته باشیم که این وطن و این ملت و این مادر و پدرهای خودمان را که در تاجیکستان در اسارت این رژیم قرار دارند و در حالت خیلی پست قرار دارند، اگر ما فکر داشته باشیم که حتی تا 21 مانیم اونم دیر است، ولی ما روز تعیین نکردیم. برادران گرامی، من از حالا میگویم و بارها هم تکرار کردم، انقلاب را هرگز هیچ کسی تعیین نمیکند. انقلاب هرگز از طرف هیچ کسی تعیین کرده نمی شود. اون خواهش خود مردم است. مردم باید بدانند که در چه حالت های ناگوار قرار دارد. اگر خودشان در خارج کشور قرار دارند، نزدیکانشان در داخل کشور هستند. با همون خاطر ما تا امروز روز اعلان نکردیم. نباید که از نام ما سخنهای گویند، ولی بار دیگر میگویم 21 تا 22 3 روز دیگه باقی مانده است. 1 ساعت برای انقلاب دیر است. 1 ساعت. ولی ما روز تعیین نکردیم. اگر ملت خودش میخواهد 10مش اعلان کند، 21مش اعلان کند، روز 8 مارت روزی بانوان گفته تعیینش کنند، ببرند مادرایی که شوهرهاشون داخل زندان هستند، پسراشون در داخل زندان هستند، فرزنداشون در روسیه قرار دارند، اونها طلب کنند که فرزندان و یعنی نزدیکان ما از روسیه برگردن بیایند در تاجیکستان برای اونها کار مهیا کنید و این کشور تنها مال رحمانوف و عائله به صاحب اون نیست، اون کاری مردم است. ولی ما این که روز را معین کرده باشیم چنین چیزی نیست. برادران گرامی و همه بینندگان گرامی، این همیشه باید بفهمید که انقلاب از طرف مردم، خیزش های مردمی از طرف مردم یعنی تعیین کرده می شود و اون تا امروز هر انقلابی که در هر کشور دنیا صورت گرفته است، اون از طرف مردم و از طرف خود همون مردم بداد رسیده و به سطوح آمده بیرون به کوچه ها ریختند و طلب یعنی از بین بردن همون ناعدالتی ها شدند. ببینید در ارمنستان وقتی که پاشینیان خواسته های مردمش را توانست که برآورده کند به قدرت رسید، ولی وقتی دیدند که نمیتواند آن چیزی که بر اون مردم باز بدهد، باز بر علیهش میتینگ میکنند و نمیخواهند که اون در قدرت باشد. ما هم دقیقاً چنین میخواهیم که اگر به شرطی که حکومت جدید بیاید و کار نتواند کرد به منفعت این ملت، باز مردم به میدان بخیزند بگن تو نتونستی خواسته های ما را برآورده کرده. ما حکومت دیکتاتوری نمیخوایم در تاجیکستان باشد، حکومتی که در اختیار مردم، در خدمت این مردم باشد، نه اینکه در خدمت عائله خودش، در خدمت یعنی دزدی کردن و غارت کردن این ملت باشد. به همون خاطر مردم عزیز کشور همیشه هوشیار باشد و ما هیچ وقت باز بر سر ما یگان اتهام دیگر را در آینده بار نکنند که شما روز تعیین کردید و چنون شد و چنان شد. مردم خودشون باید که اون روز تعیین کنند و معین کنند و برآیند. بار دیگر میگم 1 ساعت برای انقلاب دیر است، نه اینکه 21 مارت. 1 ساعت برای یعنی که باقی ماندن در زیر این ظلم و ستم دیری میکند برای این ملت. و همون خاطر همه برادران و همه جوانان، مادران، خواهران گرامی همیشه هوشیار باشید و زیرکی سیاسی را گفتی خودی امام علی رحمانوف نباید که یعنی از دست دهیم. همیشه هوشیار باشید. اگر سوال دیگه داشته باشید برادر شوکت جان. منم فکر میکنم که بسیار به همین فکر شما موافقم. باید تصمیم را خود مردم بگیرد و از این گونه خیزش مردم چنان تصمیم را به دست بگیرد که نه حکومت، نه مخالفان، حتی نه نهضت، نه پیمان ملی تاجیکستان، نه وطندار، نه گروه 24، نه یگان گروه های سیاسی از این خیزش مردم سوء استفاده کند. به هیچ کس مردم باید حق ندهد
و مردم باید این هیچ به هیچ کس حق ندهد که فرصت طلبی کنند و از همین فرصت ها سوء استفاده کنند. تمام تصمیم را باید مردم خودش بگیرد و باید دیگر در آینده ما کشور مردمی باید داشته باشیم. من بسیار با شما موافق هستم برادر عزیز گرامی. بله سلامت باشید شوکت جان. ما هم دقیقا همین چیز همیشه گفتیم تو امروز و نباید که از یک پیشنهادی که یک برادر میکند اون پیشنهادی پیمان یا پیشنهادی محمد اقبال یا پیشنهادی حزب نهضت گفته یعنی اون اعلان کنن. اون بله هر سخنی که شما میگویید اون سخن شما است، اون سخن مردم است. بله نه سخن محمد اقبال، نه سخن شوکت، نه سخن پیمان و هیچ مخالفی نیست و ما نمیخواهیم که به هیچ چیز ما را اتهام کنند. ما تنها گوینده هستیم، ما تنها ناقل خبر هستیم، ما تنها بازگو کننده آن ظلم و ستم هایی که از جانب یک رژیم و یک کلان و یک دینست در تاجیکستان انجام شده ایستاده است همونها را میگوییم. و این که در تاجیکستان فعلا خبر برای ما رسیده است که در چند منطقه های دوردست و مانند شوراباد و مانند بعضی منطقه های دیگر مردم ناآگاه رفته جمع کرده ایستادند و برای اونها میگن که شما باید که با تیر زدن آماده باشید. مردم بچه ها را بردن، افیسر زپس ها را بردن و برای اونها زدن تیر یاد دادن گویا نهضت از طرف کجای هجوم میکرده است. مردم به این اغواها داده نشوید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگان ارتش و نیرو و قوه ندارد. ارتش حزب نهضت این مردم تاجیکستان است. ارتش نهضت اسلامی اون زنها، اون مادران جبردیده، اون زندانی هایی که داخل زندان هستند و همه اونانی که از دست این رژیم زیر ظلم و ستم قرار گرفتند اونها ارتش نهضت اسلامی تاجیکستان هستند. اونها ارتش این ملت و آرمان این ملت هستند. نهضت اسلامی تاجیکستان همیشه تکیهگاهش مردم بود در گذشته و امروز و چنین باقی میماند. ما هیچ ارتشی نداریم. ارتش ما انا همون ملت و مردم تاجیکستان هست. شما را با این توطئه های رژیم تا امروز دروغ میگه و تهمت میکند از منبرهای مساجد علیه ما استفاده برده ایستاده است. شما با این دسیسه ها داده نشوید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سلاحی ندارد. سلاح ما تنها سخن است که بر علیه سخن ما نمیتوانند اینها سخنی بگویند. تنها کارشان تهمت است. زنها و پیرمردا را میبرارند تا اینکه بر علیه ما صحبت کنند. برادران خواهر شوکت جان برآوردن در تلویزیون صحبت کرد. شوکت آیا سلاح دارد؟ شوکت یک کامپیوتر در پیشش ماندگی است با شما صحبت دارد. کجاست سلاح شوکت؟ سلاح شوکت سخن است. ولی چرا شما خواهرش میبرارید؟ این مگر مردانگی است؟ این است مگر مبارزه حق طلبانه شما؟ این است حقیقت شما که بر علیه ما زنها و مادرهای اسیر ما که در تاجیکستان قرار دارند اونها را پیش کامera دعوت میکنید تا اینکه بر علیه ما چیزی بگن؟ شما واقعا هم نامرد هستید. ما میخواهیم که شما مردانه با ما مبارزه برید. شما بگید که محمد اقبال انا این گپش دروغ است، شوکت انا اینجا دروغ گفت، محیدین کبیری انا اینجا غلط کرد تا که ما اصلاح شویم. ولی ما تا امروز شما را اصلاح کردیم که ظلم نکنید، تجاوز نکنید، مال مردم نگیرید، غارت نکنید. این ملت شما بجای اینکه اصلاح شوید آمدید بر علیه ما، زنهای ما، دخترهای ما، خواهرای ما، برادر و تقاهای ما را برآورده است که بر علیه ما گپ زنند که تو جنایت رحمانوفا نگو بچم. او کجاست این مردانگی شما؟ مردم تاجیک هوشیار باشید با دسیسه هایی که از طرف رژیم می شود بر علیه ما با اونها داده نشوید. ما هیچ سنه را تعیین نکردیم و سنه را ملت خودش باید تعیین کنه. سلامت باشید برادر شوکت جان. تشکر با شما برادر عزیز گرامی. امیدوارم شنوندگان عزیز گفته های برادر محمد اقبال صدرالدین را شنیدید و ما هم با گفته های این برادر موافق هستیم و امروز تمام کوشش ما، تمام غیرت ما و امروز جان خود را به کف گرفته، امروز سخن کردن ما، امروز حرف گفتن ما، امروز ضد یک رژیم گپ زدن ما این است که مردم خودش زمامش را به دست بگیرد. مردم امروز خودش بیدار بشود و به کسی حق ندهد که دیگر سوء استفاده کرده از جایگاهش، از مقامش سوء استفاده کند. نه نهضت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این حق را دارد، نه حزب احزاب سیاسی دیگر، نه خودی حکومت جمهوری تاجیکستان. امروز وقتی آن رسیده است که خودی ملت زمام را باید به دست بگیرد و خودش کسی را که میخواهد در سر قدرت ببیند آن کس را انتخاب کند.
وکیلان خودش را خودش انتخاب کند و باید شاخه های حاکمیت اجراییه انتخابی باشد، حتی حاکمیت سودی انتخابی باشد. امروز حاکمیت اجرایی را پرزیدنت انتخاب میکند، حاکمیت سودی را پرزیدنت انتخاب میکند، تمام سودهای ناحیه ها را پرزیدنت انتخاب میکند، پرزیدنت تعیین میکند. وکیلان پارلمان از یک حزب پرزیدنت هستند و اینجا دیگه به یک بونکری هم نفسان و همدلان تبدیل یافته است. سترکتوری حکومتداری جمهوری تاجیکستان سترکتوری همدلان، فقط در اینجا سیاه وجود دارد یا سفید. سیاه همانه که حکومت سیاه میگوید، سفید همانه که حکومت سفید میگوید. دیگر رنگ زرد، سرخ، کبود، نارنجی این گونه رنگ ها در تاجیکستان وجود ندارد. سیاه همانه که حکومت سیاه میگوید، سفید همانه که حکومت سفید میگوید. تا کی آیا همین تامین گوناگون اندیشی است؟ آیا همین تامین حقوق بنیادی است؟ تامین حقوق بنیادی آیا این است که هر کی شما را نادرست کار کرده ایستادی گفت میبرید زندانش میکنید، اهل عائله‌اش را زجر میکنید، تضییق میبیارید، فشار میبیارید؟ آیا همین است حقوق بنیادی؟ آیا همین است گوناگون اندیشی؟ شما که تحمل یک حرف غیر را، یک اندیشه غیر را ندارید، چگونه خود را سزاوار نشستن در سر قدرت یک حکومت دموکراتی حقوق بنیاد میدونید؟ چگونه شرم نمیدارید باز بگویید حکومت ما دموکراتی است، حکومت ما حقوق بنیاد است، حکومت ما مردمی است؟ چگونه شرم نداشته این حرف را میگویید وقتی که تحمل یک حرف غیر را ندارید؟ وقتی که شما تحمل یک حرف غیر را ندارید، مگر اکستریمیست و تروریست خودتان نیستید؟ تروریست ها کیها هستند؟ اکستریمیست ها کیها هستند؟ همون نفرانی که تحمل حرف غیر را ندارند، تحمل اندیشه های دیگر را ندارند. این مگر همه خود شما نیستید؟ پس وقتی که شما این اندیشه های تروریستی و این اندیشه های اکستریمیست را از سرتان بدر کردن نمی توانید، وقتی آن نرسیده است که این کشور دموکراتی حقوق بنیاد را به حال خودش بگذارید و بروید از پی تروریستی اکستریمیستی خود شوید و ببینید که در میدان تروریستی اکستریمیستی چقدر زور قدرت دارید. دیگر شما برای همچون اکستریمیست تروریست دیگر شما خودتان را مسئول دولتی حساب نکنید وقتی که در معنی سرتان فکرهای تروریستی اکستریمیستی است. تحمل حرف غیر را ندارید، تندگرا هستید. وقتی که شما را تنقید میکنند، بر ضد شما حرف میگویند من به این فکر شما، به این ایده شما، به این کاربرد شما راضی نیستم و شما کارناشم هستید، شما میروید پیوندان این شخص را تضییق میبیارید، فشار میبیارید، عذاب شکنجه میکنید. مرد هستید، مردانه رفتار کنید. شما آنقدر قدرت ندارید که در برابرتان یک حرف غیر گفته شود و شما آن را تحمل کرده توانید. چنان ضعیف، چنان ناعهده‌برا هستید، چنان پست هستید که در برابرتان یک حرف غیر گفته شود طاقتش را ندارید. اینقدر ضعیفی، با اینقدر ضعیفی شما باز گفتنی هستید که ادامه حکومت داری میکنید؟ نه، به این ملت دیگر حق نمیدهد به شما. زنگ دیگر را قبول میکنیم. السلام علیکم شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما خوب هستین؟ تشکر به شما که از حال ما میپرسید. چنان که میبینید خیلی خوب هستیم. این منبر شماست، بفرمایید. هر چی گفتنی هستید بفرمایید. خیلی خوشحالم که با شما حرف میزنم. خیلی برنامه شما را دائم پیگیری میکنم، تماشا میکنم. یکی از بهترین رویای
مردم تاجیک شما هستین. من که فکر نظری خدمت بکنم مسئله همون انقلاب میگن و مسئله همون خیزش مردم میگن و برآمد مردم میگن. مراجعت من به گروه 24 و به نهضت و پیمان و هم پلیسی رژیمی امروزه رحمانو. بله نمیشه که مردم خودش بروید، مردم خودش بکنن و هیچ کار دعوت نمیکنیم، مسئولیت با کلا نمیگیریم، به مسئولیت این کار نمیشه. ما اول فهمیدیم که ما هیچ کار فاید، ما هیچ کار با بیرون برآمدن دعوت نمیکنیم، ما هیچ کار با جنگ چی نمیکنیم، باید که پیغام ما را متهم نکنن، باید که ما میترسیم. این خیلی نمیشه، این خیلی که این شروعی که یو پیش گرفتن نمیشه. همون ارمنیا را که یو که وقتی که ارمنیا را میسو میبیارن میگن پاشینیان کرد، پاشینیان کرد. همون پاشینیان نبود که مردم با بیرون دعوت کرد، خودش برام در پیش مردم ایستاد. من نمیگم که مثلا راهبران مخالفان سیاسی برن خودشون در پیش مردم بستن، که نمیشه. باید چون گایا اصلا بله برادر عزیز، ببینید برادر عزیز گرامی، من با این گفته های شما موافق هستم، اما ببینید در حالی که من رهبر یگان حزب سیاسی نیستم، مسئول یگان حزب سیاسی نیستم، در یگان حزب سیاسی یگان مسئولیت ندارم، فکر من این است که دیگر خود مردم باید چنان تصمیم را به دست بگیرن، زمام را به دست بگیرن که یگان حزب سیاسی، یگان حرکت سیاسی، حکومت دیگر به هیچ یک از این حرکت و احزاب و حکومت حق ندهد که از این خیزش مردم سوء استفاده کند. مثلا گریم شما بینگرید، فرض کردیم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این خیزش مردم را به عهده گرفت و فرض کردیم به رهبریت گرفت و فرض کردیم با رهبریت گرفتن از این به رهبریت گرفتن خیزش مردم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سوء استفاده کرد و باز مثل همین حکومت امروزه اکثریت حکومتداران از آنهای شوند که اکثرشان طرفداران و پیروان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند و همین گونه با قدرت را غصب کنند. من طرفدار این نیستم، من ضد این کار هستم و امروز وقتی آن رسیده است که تمام احزاب سیاسی، تمام حرکت های سیاسی، حکومت در خدمت مردم باشند و مردم هر کسی را که میخواهد و سزاوار میداند که اینها سزاوار خدمت کردن هستند، لایق خدمت هستند، آنها را انتخاب کند. و امروز وقتی آن رسیده است که دیگر حکومت ما حکومت مردمی باشد، یعنی به پارلمان آنهایی را انتخاب کند که نه رئیس جمهور روی خط آنها را به کمیته مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان فرستاده باشد، بلکه مردم خودش انتخاب کند و نمایندگان مردم باید کشور را اداره کنند و همه قانون هایی که در کشور همه به تصویب میرسند باید به فایده مردم باشند. امروز تمام قانون هایی که در کشور پیاده شده ایستادند به فایده یک نفر. وقتی که پارلمان قرار میکند میگوید فلان مهمانخانه از انداز آزاد کرده شد، کوفته برای پیوند کدام خویش و اقربای رئیس جمهور است، میگویند فلان کار یا فلان تجارت، فلان کارخانه از انداز آزاد کرده شود، از باج گمرکی آزاد کرده شود. وقتی که کوفته برای داماد رئیس جمهور، دختر رئیس جمهور، بچه رئیس جمهور، دادر عروسی رئیس جمهور از این بیرون نیست. شما دریافت کنید که همین کارخانه هایی که از انداز پارلمان جمهوری تاجیکستان آزاد کرده اند، کدامش از ملت است، از مردمی عادی است، همش از خویش و اقربای رئیس جمهور است. وقتی که یک پارلمان کشور در خدمت یک اولاد قرار میگیرد، این پارلمان که مردمی نیست. اینی قصد که مردم اینها را انتخاب نکرده است و اینها را همان نفر انتخاب کرده است که در خدمت همان هستند. انا برای همین، برای پیشگیری از این گونه حالات ها، از این گونه سوء استفاده ها، ما طرز باید کار بریم. از همان روز اولی که مردم میخیزد من با همراهی مردم هستم.
اما ما طرز کار بریم که دیگر این گونه سوء استفاده ها به میان نبیاین. سلامت باشید برادر عزیز. اگر یگان گفتنی دیگر باشد بفرمایید. سلامت باشید. تشکر به شما. زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو. الو، ما شما رو میشنویم. الو، بفرمایید، صدایتون میآید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عزیز. بفرمایید. روز بخیر دوستان. آیا همین 21 انقلاب می شود در تاجیکستان؟ باوری کامل دارید؟ اگر خودی من را پرسید برادر عزیز گرامی، من به این باور هستم که مردم برای خود فدایی، برای از خود گذشتگی تا به امروز به آن حالتی چی پخته نرسیده است. به آن حالتی با طرز آسایشته تظاهرات کردن، با هم جمع شدن، به آن حالت اومدن نرسیده است. شما ببینید حالا حکومت را مردم به حالت خودش موندگی، حالا مردم به جان یک دیگرش در افتاده است. امروز همه تو بعد تو نیک حکومت مزه کرده، چی میگوید رازدیلیای ولستوی. حکومت امروز توانسته است تمام زیایان کشور، سیاستمداران کشور را ضد هم برخیزاند و آنها را به خودشان آواره کند و از پی حکومت خود شود و به حکومت خود قدرت بخشد. حالا در این حالت که هستیم، من یک کمتر اگر خودی من را بپرسید، من یک کمتر به این حالا باوری کامل حاصل نکردم. بفرمایید چی گفتنی هستید؟ شاید همین حکومت نه، به اصطلاح حکومت عائله گفتم بهترین کلمه میشه. بله، عائله بسیار خوب، با شما موافق هستم. بله، چون که در آنجا حکومت ذکر کردن آن معنای دارد که مخالفین باشد، آن معنای دارد که یعنی بحث و مناظره باشد در وقت قبول نمودن قانون و قرارها و نه اینکه یک مسئله بلکه تقدیر همه تمام شهروندان تاجیکستان رو حکومت یعنی رعایت میکند و عملی میسازد. لیکن متاسفانه در تاجیکستان چنین نیست. فقط به زبان اصطلاح روسی میگن که اینترس یک عائله. بله، به خاطر همین من گفته گذاشتم برادر گرامی. بله، با مانند حکومت نه، برای که بعضی چاپلوسان میبرن میگن که حکومت شما تنقید بکنید، تاجیکستان تنقید میکنید و پرزیدنت تنقید میکنید. وقتی که پرزیدنت همون وقتی که دستگیری میکنه و برای قانونهای که قبول میکند برای منفعت خلق باشد. لیکن متاسفانه امروز دیده نمیشود. وقتی یک عائله کرد فقط برای فایده یک کار میکنه. پدر در خانه خود برای فرزندان خود حرکت بکنه، یک لقمه نان رو بیارد در مهاجرت، در کجایی که نباشد فقط فرزندان خودش فکر بکنه. در اونجا هم همین خیلی شده به فکر بنده. بله، صدایتون کمی ناخوب آمده ایستاده است و فکر میکنم من کوشش کردم تمام سخنهای شما را بشنوم و فکر میکنم تماشابینان عزیز گرامی نیز حرفهای شما را شنیدند. برادر عزیز گرامی، بسیار با فکرهای شما من موافق هستم، اما ببینید امروز ما در حالی هستیم که الکی احساس می شود مردم خلاصه خود را برآورده است. مردم خلاصه خود را برآورده است که دیگر این حکومت نمی تواند داشتن زمام حکومت را دوام بدهد. یعنی شما طلب کردید که عائله بگویید، بگذار همین عائله نمی تواند داشتن زمام کشور را در عهده داشته باشد. دیگر کار ناشایان شده است.
فکرها، اندیشه ها، دانش، ملکه دانش، وقتی که به حکومت ببینید کادری نام نمی آید و همان پیران 70 ساله از همان زمان دوران شوروی حکومت ما را گرفته رفته ایستاده‌اند، دیگر فکرهای نه وقتی که به حکومت آمدن وارد نمی شود، آیا این حکومت پیش می رود؟ آیا این دولت پیش می رود؟ پیش نمی رود. آخر شما برای جوانان فرصت می دهیم گفته سن انتخاب شدن به کرسی پرزیدنتی را از 35 سالگی به 30 سالگی فراوردید، تنها غم یک نفر را خورده ایستاده بودید، غم رستم جان را. به خاطر یک نفر در کشور قانون دیگر می شود، قانونی کنستیتوسیونی دیگر می شود، کنستیتوسیون دیگر می شود. شما آیا فکر نمی کنید که یک رستم جانتون که یک جمله را پر برآمده در بین مردم گفته نمی تواند، از او دیده هزارها نفر ارزنده وجود دارد در کشور؟ آیا شما این را فکر نمی کنید؟ وقتی که اقلا همین را فکر کردن، به همین را فکر کردن زور شما نمی رسد، عقلتان کار نمی کند که اقلا همین چیز را فکرش را داشته باشید، تصورش را داشته باشید، آیا شما کارشایم حکومتداری هستید؟ نه البته. کایها فرسوده شده اید. وگرنه اگر شما گویید که نمو فرسوده نشده ایم، شما با عمل نشون بدهید. با عمل نشون بدهید. در اکثر حکومت های ناحیه ها، در حکومت های ولایت هایی که من میشناسم، رئیس ناحیه، رئیس دستگاهش به سوادترین شخص هستند، فقط هنری لگن برداری دارند. تمام. مثلا گریم یک رئیس ناحیه دانشگاه قرقیزستان را، دانشگاه تربیت جسمانی قرقیزستان را تمام کرده است. در یک ناحیه رئیس است، در یک ناحیه رئیس است. تربیت جسمانی چی؟ رئیس یک ناحیه چی؟ فقط به خاطر آن که تملق را میتواند، به خاطر همین بردن رئیس موندن و جانشیناهایش هم همین طور است. یک کمانده بی سواد. وقتی که اونها به اهل سواد گپ میزنند، اهل سواد حرف میرود، اونها قبول کرده میتوانند؟ برای قبول کردن گپ سخن اهل سواد، سخن زمانوی، سیویلیزاسیونی، فراست در کار است، فهم در کار است، درک در کار است. برای چی این خیل میکنم؟ برای چی شخصانی رو برده میمونند که آن نه فهم دارد، نه درک پیشرفت دارد، نه اقتصادات رو میفهمد، نه سیاست رو میفهمد؟ برای آن که آن فهمد دانا میشود. دانایی که به بالا دانگی میکند به آنها لازم نیست. کسی لازم است که به همون بفراستی بالا دستش را پیش برمانده لبیک گفته تواند. کسانی با صاحبی اندیشه، با صاحبی خرد، صاحب علم، صاحب معرفتی که حرمت خود را میداند، علم خود را احترام دارد، معرفت خود را احترام دارد، ملت خود را احترام دارد، به اینها لازم نیستند که یک حکومت یک ناحیه را، حکومت یک ولایت را، یک نهاد یا یک وزارت کشور را اداره کند. زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو. السلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. سلام علیکم. شما را گوش میکنم. شما بخیر اکو شوکت. شامت شما هم بخیر باشد. بفرمایید. یک چند لحظه پیشتر این برادری ما داملا محمد اقبال سخن کردن، ما سخنش را گوش کردیم. البته اون برادری ما است، یک راهنمای ما است. ما با شرافت همون خیلی چشمای ما روشن شد. لیکن من با گفتگوی همون داملا موافق نیستم. بفرمایید چی گفتنی هستید؟ در موردی که روز انقلاب تعیین کردن خود مردم، یعنی که ما حزب نهضت اسلام یکون مسئولیت پیش نمیگیریم از این چیز. ما از تجربه های گذشته ببینید انقلاب سال 18 برادر عزیز گرامی ببینید، نه محمد اقبال صدرالدین نه شوکت محمد در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگان مسئولیت ندارند و این حرفای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده نمیتواند و برای این حرفا برای جواب گرفتن شاید هفته آینده باشد
ما رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را دعوت میکنیم انشالله این سوال ها با رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان داده میشود و آن کس بگذار جواب خودشون را بگویند یا یگان سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را اگر آن کس را یافته نتونستیم یافته میبریم آن کس جواب میتهند نه محمد اقبال صدرالدین و نه شوکت محمد یگان مسئولیت در حزب ندارند و این حرف ما حرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده نمیتواند. ما بگذارید من سخنم بگم تا بفرمایید بگویید. من شما را قطع نکردم. شما در خط علاقه هستید. ببین از روی تجربه های گذشته وقتی که انقلاب شروع شد مردم نمیتونی همینجوری خودش ول کنی پیش کنی برون مردم حاضر شما یک لحظه پیش گفتید که یک نفر دانشگاه تربیت جسمانی قرقیزستان رو ختم کرده است اومده است رئیس ناحیه شده است 70% مردم تاجیک کم سوادند در این مبارزه هایی که شدید یعنی که خیلی حساس هستند مردم وقتی که قیام میکنن یک آدمی راهبر در کار است برای ویا. برادر عزیز گرامی قیام را مردم آگاه میکند. دانسته باشد که مردم غلام طبع مردم بیسواد مردمی که بله را دوست می‌دارد این گونه مردم انقلاب کرده نمیتواند. دانسته باشد که انقلاب را مردم آگاه میکند و نفرانی که به انقلاب میبرایند حتما از بطن این حکومت هم هستند. اکثریت اهل این حکومت را فکر میکنید که در منصب کار کرده شده است ایدهش در نهادها کار کرده شده است طرفدار همین گونه سیاست فرسوده همین گونه سیاست کورنوشیم است. البته درباره حکومتی ها نیست شخصان نارضا زیادند با ما در تماس هستند با ما مناسبت می‌دارند مناسبت های پنهانی اول مکتوبشون به قزاقستان می‌باید بعد مکتوبشون به روسیه می‌باید از روسیه به ما می‌باید توسط 3-4 نفر به ما می‌باید بعد ما می‌سنجیم که این آیا درست است که از همان نفر آمده است یا نه. این گونه حالت ها وجود دارد برادر عزیز گرامی و امروز دارد ملت کم کم منسجم شدن دارد اما حالا پخته نرسیده است. اگر پخته رسید حتما مطمئن باشید که انقلابچیان را اداره میکردگی آدم هم پیدا می شود لیدر هم پیدا می شود و این حکومت را در یک حالت گزارش یعنی نهادهایی که همچون کوپروک به ملت خدمت میکنن اینها هم میبیان. دانسته باشید هر یک انقلابچی که باید ملت این را دانسته باشد هم ملتان عزیز هم وطنان عزیز هیچ یک گروه هیچ یک نظام و هیچ یک سیستمی که بعد از همین استعفای امام علی رحمان به میان میباید این چیز طبیعی است. از روی سیاست شناسی هم همین است. از امام علی رحمان خوبتر کردن نمیتوند فقط همچون کوپرو خدمت میکند یعنی همچون کوپرو که قوه سیوم میباید قوه سیوم اداره را یعنی قوه سیوم یعنی مردم اداره را به عهده میگیرد یعنی به مردم میسپارد و مردم دیگر اداره را به خود میگیرد. یعنی یک گروه نو که به میان آمد یعنی سوء استفاده کرد به میان آمد یا اینکه خودش را فدا کرد و گفت که همچون یک کوپروک بین مردم و بین سیستم امروزی فرسوده خدمت میکند. دانسته باشید که حتما لیدر دارد حتما پیشصف دارد حتما گوینده سخن دارد و این شدنی است. یعنی که شما گفتنی هستید که شما از طریق چیز هم باشد مشورت میتوانید داده با مردم درست؟ برادر عزیز همه این حرفای ما مشورت است. همین برآمدهای ما همش برای بیداری ملت برای مشورت است. باور کنید هر روز ما تهدید میگیریم هر روز به ما تهدید ها میباید به جان ما تهدید میباید به جان اهل عائله ما تهدید میباید به جان پیوندانمان در تاجیکستان تهدید میباید لیکن ما از آن گذشتیم. ما دیگر به این باور هستیم که میمیریم یا زنده میمونیم فقط نسل های آینده ما بگویند که برای آینده ملت انا همین مردم بود خدمت کرد و ما امروز در کوشش آن هستیم که اقلا برای نسل های آینده شرمنده و شرمسار نباشیم. نگویند که همین پدران ما نگویند که همین بزرگان ما یا بابایان ما همین خیلی یک حکومت کورنوشیم را تماشا کرده ایستادند
در همین یک حالت ننگ، در همین حالت یک شرمندگی، یک عائله حکومت را غصب کرد، داراییش را به خارجیان، به اجنبیان داد، فروخت. پدران ما، بابایان ما، عمکان ما، تقایان ما جیم، سرخم، خاموش ایستادن. همین ننگ و همین چیز ما را نمیموند که وجدان ما را نمیگذارد که امروز خاموش باشیم و جان خود را در کف دست نگه داشته سخن میکنیم. اگر گوییم زبان سوخته ایستاده است، نگوییم مغز و استخوان سوخته ایستاده است. من با فکر شما موافقم. البته من فکر شخصی خیلی گفتم که وقتی که مردم آموزه کردید، هم برای چشمش باز کردید، بعد آورده در این سیرا موندن، همینم درست نیست. مردم انشالله که در راه نمیماند. برادر عزیز گرامی، مردم انشالله که در راه نمیماند. مردم میداند که از پی کی میرود. امروز وقتی آن رسیده است که باید مردم آگاهانه تصمیم بگیرد و این تصمیمش همین باشد که اولین تصمیمش همین باید باشد که بگذار انیق کند که از پی کی میرود. این از کجا انیق بشود؟ برای این صحبت های ما نشانگری آن است که حالا ما برای انقلاب کردن پخته نرسیده ایم. برای انقلاب کردن اکثریت صداها، اکثریت آوازها این میشود که فلانی باید زمام پیشرفت را و زمام حکومت را و زمام مردم را به دست بگیرد، رهبری کند. این گونه آوازها نسبت یک نفر زیاد می شود. مثلا گریم در این مابین می تواند کسی از سیاستمداران باشد، محیدین کبیری باشد، محمد سعید و عبداللهیف باشد، یا خودی امام علی رحمان باشد با برگشته، با یک نفر دیگر باشد. این وقتی که به انقلاب پخته رسیدن میگیریم، خودی طرفداری مردم نسبت یک نفر، یک لیدر که شایسته میداند که زمام مردم را به دست بگیرد، رهبریت را به دست بگیرد، طرفداری ها زیاد می شود و باوری مردم به نفران معلوم زیاد می شود و این خودش مردم معین می کند که کی را گوش کند و از پی کی برود. وقتی که به این چیز پخته می رسیم، انقلاب کردن هم آسان می شود، از پی یک رهبر رفتن هم آسان می شود و با تینجی، با امانی، با آسایشتگی اصلاحات به میان آوردن هم آسان می شود. برادر عزیز گرامی، انقلاب این گونه است. و در وقتی که درباره پاشینیان گپ رفت، پاشینیان خود از خود سردار نشد. پاشینیان در بین مردم طرفداری پیدا کرد. سخنهایش، حرفهایش طرفداری پیدا کرد. و خودی تیخانوفسکی در بلاروس یک معلومه عادی در مابین یک هفته یا 2 هفته یا 3 هفته شهرت پیدا کرد، از طرف مردم قبول شد و طرفداری پیدا کرد و یک معلومه عادی لیدری مردم شد. چند سیاستمدارانی که بودند دیگر در حاشیه رفتند. چند سیاستمدارانی که میخواستند از این فرصت ها استفاده برند به حاشیه رفتند. دانسته باشید که این گونه حالت در تاجیکستان هم شدنی است. نه درست، من با حرفای شما موافقم که از لحاظ تئوریکی این یک مشورت دیستانسیونه. من گفتنی نیستم که در زمان قیام کردن لیدرهای حزب نهضت بروند با مردم داخل شوند. این یک چیزی ناممکن است در حالت وضعیت شدید تاجیکستان که یک حالت افراط‌گرایی هست در تاجیکستان. من منظورم این نیست. منظورم که یک مشورت کردن، یک با مردم در رابطه خوب بودن، مردم رو راهنمایی کردن است منظوری من. بله، تشکر. برادر عزیز، فکرهای شما را شنیدیم و تماشابینان عزیز هم گوش کرده ایستادن، شنیدند. اگر اجازه باشد ما زنگ دیگر را قبول کنیم، چون که در اینجا یک رقم 0781 زنگ زده ایستاده است. چندی تقریبا 20 مرتبه زنگ زد و خواهش هم کرد که زنگ ما را قبول کنید. خواهش میکنم از توقی فرمان همین زنگ را قبول کنید. اگر چی باشد، فرصت باشد. دوستان عزیز، تقریبا نزدیک به 2300 نفر ما را تماشا میکنند. تقریبا 1400 نفر به ما تگمه لایک را پخش کردند و حالا تقریبا 1000 نفر شما لایک را پخش نکرده اید، کنارگیری کرده ایستادید، ما را تماشا دارید. تشکر به شما و همین یک تگمه لایک را پخش کردن را هم دریغ ندارید.
تا اینکه برنامه به دیگران نیز رفته رسد و دیگران نیز به این برنامه ما همراه شوند، خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید. الکی 100 نفر زیاد شدند و انشالله امید میبرم که همگی همین 1000 نفری که تگمه لایک را پخش نکردید پخش میکنید. زنگ را قبول میکنیم، بفرمایید. الو. لبای. السلام. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستیابی. الو. صدایتان نمیباید برادر عزیز. در شما هنگی میتونم داریم دستگیری میکنیم و پستم گفتم اما وقت ما لایکای خود رو پاس میکنیم برای که برنامه سند اومد و ما طرفدار حق هستیم برادر و گفتنی هستم یک دو شکایت شاید سخن کرد. بفرمایید. برو گپ زنید تا صدایتان برو شنیده شود. بله شکایت من همین بود که شکایت برای مردم تاجیک بود. برای که مثلا مثال میاریم در یک خانه یک فرزند به دنیا میآید، به نهایت فرزند خود را با نازکی های خود کلان کرد به وایه میرسانیم، یعنی که وی را ما نکزت نمیکنیم و دشنام نمیدهیم برای که در زندگی در عائله یک فرزند است. بله. طرف خوبی میکند ما سخن نمیگویم، طرف بدی میکند ما سخن نمیگویم. نهایت ارکه کلام کردیم و در آینده زندگی ما دشواری ما مشکلتر بسیار عذاب میکشه و ما خود را مثل همین کودک ما به نهایت ارکه بد کلام کردیم. بله. برآورد ما خاموش ایستادیم، در بالای ما فشار آورد ما خاموش ایستادیم و مادرای ما را اشان را از سر گرفتن خاموش ایستادیم، پدران و بابای های ما را ریشایشان را تراشیدن ما خاموش ایستادیم. امروز پیغمبر ما را که صلی الله علیه و سلم محمد بود این را پدرش را کافر خواند، یعنی که پیغمبر خود ما کافر بوده است. من بعدتر فهمیدم. ما همین شکایت من برای مردم خودمون تاجیکی ما خودمون گناهکار در اینکه مثل یک کودک ما به نهایت او را ارکه کرده. بله همین است برادر عزیز. بد کرده امروز دشواری ما برای همین است. خودی ما دیگه من واقعا یک حرف جالب گفتید، یک حرف جالب رو ذکر کردید که وقتی که کودک رو سرزنش نمیکنی، کودک رو نصیحت نمیکنی، با کودک گپ نمیزنی، وقتی که خطا میکند به خطایش اهمیت نمیدهی، وقتی که کار درست میکند به ادبی میکند تعدیب نمیکنی، ادب نمیآموزی، همین خیلی وقتی که به وای میرسد سرکش و یاغی به وای میرسد، بعد وقتی که سرکش و یاغی به وای رسید دیگر او نونیحال نیست، او درخت می شود و او را بریدن لازم است. میگویند که در جوانی سعی کن گر به خلل خواهی عمل، میوه به نقصان بود چون از درختی نوبر است. وقتی که در نوبر بودن درخت را به هر کجا قطع میکنید قطع می شود، تاب میدی تاب میخورد، لیکن وقتی که وای درخت شد به اره کردن راست میباید. حکومت امروزه ما هم به همین حالت آمده رسیده است، به همین حالت رسیده است که دیگر او قطع نمی شود به هیچ کجای، همین یک خیل درخت می ایستد. با برزم این به جای اون که قطع کرده نمیتونیم با غفص شده رفتن میگیرد. وقتی که غفص شده رفتن میگیرد اره کردنش هم مشکل می شود. وقتی اون رسیده است که دیگه در همین حالتش دیگه غفص شدن نمانیم و این را ببریم، از جای بریده می شود دیگه یگان درختی حاصل دهنده پیوند کرد. ببریم از همون بالاتر ریشه
و برگ‌های دیگری حاصل دهنده باید پیوند کنیم. پیوند کردن به درختان حاصل دهنده را که هممون میدونیم. امروز این درخت ما، این حکومت ما را اگر همچون درخت اگر پنداریم، به درخت یک تشبیه کنیم، امروز این درخت ما از پیر شده است، از حاصل مانده است و همین یک تار دو تار حاصل، یک دانه دو دانه حاصلی که میدهد از برف و باران ماندگی، همونا هم چی دارن؟ خالچه دار و جولکدار شده اند و دیگر نه طعم دارند نه مزه دارند. برای همین وقتی که ملت حاصل خوب میخواهد، حاصل با طعم میخواهد، حاصل با مزه از حکومت میخواهد، امروز این درخت را باید برید و پیوند دیگر نشاند و این پیوند یعنی اصلاحات است که باید پیوند دیگر به درخت به خاطر آن می نشانه که اون درخت باید حاصل زیبا بدهد، حاصل خوش‌طعم بدهد، حاصل فراوان باید بدهد. انا برای همین است بسیار به گفتهایتان طرفدار هستم و بنهایت حرفهای خوبی حکیمانه گفتید. تشکر به شما. زنگ دیگر را قبول میکنیم. دوستان تگمه لایک را پخش کنید و این صحبت امروزه شما ما را به وجد آورده ایستاده است و کوشش میکنیم که تا نیم ساعت دیگر برنامه را به درازا بکشیم. معمولا برنامه ما تا 2 ساعت دوام میکرد، اما ما کوشش میکنیم تا نیم ساعت دیگر برنامه را دوام داده باشیم. زنگ ها را زدن بگیرید و صحبت را ادامه میدهیم تا نیم ساعت دیگر. بفرمایید برادران عزیز. حالا زنگ قبول میکنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. حالا پیش از گفته شما در تماس باشید برادر عزیز گرامی. دوستان عزیز تگمه لایک را پخش کنید تا اینکه تماشابینان ما زیاد شوند. پیوند نوار یعنی سیلک را به دیگران نیز بفرستید تا اینکه دیگران نیز به ما پیوست شوند. برادران عزیز هر کی واقعا اینجا چندین نفرانی که واقعا طرفدار همین سیاست امروزی حکومت جمهوری تاجیکستان هستند آرامانه همین قابل که ما را گوش کرده ایستادند. این خیلی قابل نباشید. آخر شما طرفدار همین خیلی سیاست هستید، بگویید که گویای همین سیاست درست است. شاید ما نادرست فکر کرده باشیم، شاید همین سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان درست باشد، درست سیاست برده ایستاده باشد و شما که طرفداری میکنید شاید شما حق باشید و برای یک جسارت کنید، یک شجاعت کنید، یک حرف بگویید. آخر جسارت هست، شجاعت هست. بیایید کنی گپ بزنید، به ما بفهمونید که ما نادرست کرده ایستادیم، ما نادرست صدا بلند کرده ایستادیم، ما نادرست جان زده ایستادیم که امروز باید در کشور اصلاحات بشود. وقتی که شما فکر میکنید اصلاحات لازم نیست، انا همین جناب عالیتان خیلی خوب کار برده ایستاده است، با چند دلیل بیایید حرف بزنید. مرحمت زنگ را قبول میکنیم. گپای شما درست هم آقای شوکت جان. میگم همین روز 21 روزی فراموش نشونده میشود. بسیار سخت بدنده روز 21. بله. تشکر به شما برادر. فقط فکرتون همین باشد، ما با اجازه شما زنگ دیگر را قبول کنیم. الو لبای برادر عزیز یا خواهر گرامی، شما علاقه با ما پیوست شده، فقط صدایتون نمی براید، شاید صحبت نمی کنید. برادر عزیز گرامی سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. الو آقا شکر سوز هستی؟ الحمدلله خوبم، سازم. تشکر به شما و بفرمایید اینجا منبر شماست. رحمت الله. برادر جان همین را گفتنیم که 21 مارد اون برادر گفتن که انقلاب کاش که 21 مارد نگفتی اکای 1 مارد انقلاب بشه بر وقتتر. ها نه که مردم ما 21 روز پایده میسته، هم بی 1 مارد انقلاب میشه چی میشد؟ ای خدا. الو لبای میگم مردم ما یک لایک میترسن چخل در کدوم انقلاب یا بو انقلاب کردن.
انشالله که مردم ما نمیترسند و اگر ترسد امروز من شما را برنامه من شما را هزارها نفر تماشا نمیکردند. مردم امروز از ترس گذشته است. اگر در میدان با شما مردم عزیز، آنهایی که 2000 نفر زیاد ما را تماشا میکنید، امروز شما فکر میکنید چی ما دیگر به ما خط نمردن از آسمان آمده است که تو نمیموری تمام تا قیامت تو زنده میگردی؟ گفته از آسمان به ما مکتوب آمده است که ما این خیل بادری گرده با شجاعت حرف میزنیم. نه دوستان عزیز، ما هر ساعت و هر لحظه مرگ خود را انتظار هستیم. هر ساعت و هر لحظه مرگ خود را انتظار هستیم. لیکن دوستان عزیز، سر این موفقیت ما در آن است که وقتی که به میدان می بیایی، وقتی که به میدان می مبارزه می بیایی، ترس از تو می گریزد، ترس از تو می ترسد، هراس از تو می ترسد. و وقتی که خلاصه تو این می شود که آخر به مقصد می رسد، هر کس که از جان بگذرد، تو حتما از جان میگذری و انشاءالله که این کار تو، عاقبت این کار تو را به مقصد میرساند. حمیلتان عزیز، ای کسانی که امروز ما را گوش میکنید، ای کسانی که ما را تماشا میکنید، باید بدانید که ترس باید از شما بترسد و امروز یکایک شما باید شوکت محمد باشید، یکایک شما باید محمد اقبال صدرالدین باشید، یکایک شما باید محیدین کبیری باشید یا حسین اشورف باشید یا برادر بهروز باشید. هر یک شما. و وقتی که این نفران، این گونه نفران حق، کسی که حق را تلاش میکند، تعدادشان به 1000 نفر رسید، به 100 نفر رسید، به 200 نفر رسید، بعد گپ ارزان می شود. حکومت که با این چند نفر محدود به تکاپو افتاده است، به لرزه در آمده است و آنقدر خودش را در برابر این 4 نفر و 5 نفر خودش را ضعیف و ناتوان حس میکند که می رود تمام زوریش را با کمپیر، با پیرمرد، با زن، با دختر، با خواهر نشان میدهد. آنقدر ضعیف، ناتوان شده است، خودش را ضعیف و ناتوان در برابر این هم 4 و 5 نفر احساس میکند که برای این شما این 2000 نفر وقتی که صدا بلند کرد چی میشود؟ باید بدانه که وقتی به میدان در آمده ترس از تو میترسد. لایک را پخش کنید برادران عزیز، خواهران گرامی، تماشابینان محترم. زنگ را قبول میکنیم. الو. لبای. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. یه پخش مستقیم. بله، پخش مستقیم منبر از شماست، بفرمایید. این چیه برنامه شما چیه؟ برنامه ما فردای تاجیکستان است. ما در امروز موضوع آزاد داریم و گفتیم به تماشابینانمان که هر که یگان ایده دارد، یگان فکر اندیشه برای پیشرفت تاجیکستان دارد، بگذار بفرماید، منبر از اوست. و حالا منبر از شما است. برای پیشرفت تاجیکستان، برای آینده درخشان تاجیکستان یگان حرف دارید، ایده دارید، پیشنهاد دارید، بفرمایید. آینده تاجیکستان بسیار خوشبو رفته است. پیشنهاد ما هم یکی بسیار خوشبو رفته است. خود رنگ کلان موری برآمد داری و یکم باری دون بخدا. تو چی کار بود که میتونی یک آینده تاجیکستان برای برنامه بسیار تنج خوشبو رفته است. ما در تاجیکستان زندگی داریم، یگان کمبودی نیست. ما نگاه داریم هم است. تشکر به شما. چیکار میکنید در تاجیکستان؟ تاجیکستان ما یک راننده ایم، راننده عادی. راننده عادی. چند در یک ماه چند پول معاش میگیرید؟ همین چند سو میگیریم. زندگی به هر دو تقریبا شما میدونید که در یک ماه چند پول کار میکنید؟ تقریبا در یک ماه چند پول کار میکنید؟ همین چند پول کار کنیم زندگی رفته است. هم پول جمع نمیکنن شما بولید. بسیار خوب برادر عزیز گرامی، زندگیتان آنقدر است که حتی 1 سوم جمع کردم، 1 سوم زیاد آورنده نمیتونید. چقدر زندگی چقدر خوب شده میتوند. مثلا گریم فردا شما یک کودکتون بیمار شد، پول جمع نکردید، پولتون از نانتون زیاد نکرد، یک کودکتون بیمار شد، به بیمارستان بردید، پیش کی قرض گیری میرید. همین زندگی خوب است؟
شما یک پول زیاد آورده نمیتونید از نان از رانندگی یافتگیتون که وقتی که پگه یگان اهل عائلتون بمیرد برای کفنش به همسایه قرضگیری میروید؟ همین زندگی خوب است؟ یک دقیقه پس فکر بفرمایید. من پسنداز شکرونه خدا ما همین کاری که اگه میتونم که پسنداز کنم ما گلک ما توبت کنم. شما گفتید که من پول جمع کرده نمیتوانم. ما خوخلانگی طور خیلی میلیون جمع کنم میتونم. ما قصومه چون جمع کرده که یک روزی شما بگذارونم. حاضر اگر شما میگفتید که در یک ماه چند پول کار میکنید من به شما حساب کرده میدادم که آیا شما پول زیاد آورده میتونید یا نه در تاجیکستان؟ خودم 3000 تومان دیگه کار میکنم جمع. 2000 تومانتون؟ این تاکسیستیم 3000 تومان جمع. 2000 تومانتون برادر عزیز گرامی $200 میشود. $200 در تاجیکستان سومی نرمال نه برادر. 2000 تومانتون $200 میشود برادر عزیز گرامی. برادر عزیز گرامی یک اینولیدی گروهی سیوم از شما زیاد در دیگر کشورها در کشورهای همسایه نفقه میگیرد. شما شب روز رانندگی میکنید $200 پول کار میکردید. برادر عزیز گرامی همین زندگی شد؟ یک کشور مثال بیار. نفهمیدم. یک کشور مثال بیار. مثلا گیریم کرغیزستان. کرغیزستان یادم اومده اما پول زیاد نمیگیرم. کرغیزستان شهر چیزی زیاده از $200 نفقه میگیرد. در تاجیکستان ما $100 نیست نفقه. به حساب میونه. شهر زندگی مردم کرغیز اما پس. شما نگاه کنید برادر عزیز بسیار خوب. تشکر به شما که به این برنامه ما حاضر شدید تا از سیاست حکومت امروزه ما سیاست امروزه کشور دفاع کنید. هستید در همین جا؟ ما دفاع میکنیم. بسیار خوب. نگاه کنید. شما راننده بودید. رنگ رئیس جمهوری تاجیکستان یک ماه درآمدتون سری مخفی است. نمیتوانید بگویید که در یک ماه چند پول درآمد میکنید تا اینکه مردم بفهمند که زندگی شما چگونه خوب میگذرد. پیش از همه باید بدانید که اگر راننده میبودید عذاب راننده را شما دیدگی نیستید. شما عذاب راننده را دیدگی میبودید حتما ذکر میکردید که درآمد رانندگی چند قدر است و از رانندگی تا چه اندازه شما کفایت میکنید. شما یک روزه عذاب راننده را دیدگی نیستید. چگونه میگویید من راننده هستم؟ دور دروغ شیطانی بسیار نکرد باز ماشین اصلا من نام نسبتون رو بگویید من در فلان ریسی فلان شهر رانندگی میکنم گفته میتونید؟ ما تاکسی در شهر ما در جمهوری نیستم اتوبوسی نیستم ما تاکسی در شهر ماشین خشکی تاکسی میدم. مثلا در کدام شهر؟ ما در ماشین تاکسی میدم. مثلا در کدام؟ حمید یک تاکسیست رنگ شما پیر محمد زاده یک ماه شد دو ماه شد برآمد گفت که های حکومت داران بی عدالتی بس است در تاجیکستان زندگی میکند. ما که گفته شده در خوریه هستیم او در همین دو تاجیکستان در پایتخت کشور زندگی میکند. برآمد گفت که من راننده را جانم را به کف آوردید. من تاکسیست را بس کنید ما چگونه زندگی کنیم. انا همون راننده مثل شما راننده بود. انا همون هم مثل شما تاکسیست بود و گفت که زندگی ما خوب نیست. زندگی ما راننده های تاکسی خوب نیست. و به همین باور من گفته ایستادم که شما نه راننده اتوبوس هستید نه راننده مارشروتکا هستید نه راننده تاکسی هستید. یک روزه عذاب راننده رو دیدگی نیستید. اگر دیدگی میبودید این طرح حرف نمیزدید. ما با خدا قسم یک روز 200 کنید میگم تو چی گفتی که تمام دایلانی پولبی مرگر نزن ما گفته سن ما راننده درون شهر ما یک روز به چند کار میکنم گفتید 200 300 این درون شهر همون چی گفتی چی هم پیر محمد زاده تبرز میدونم مولا نفهمیدم. هم پیر محمد زاده یک روزه هیچ کار نکنه 100 تومن کار میکنم. گفت که جانم به کف آمده است. تو دقیقه جانم به کف آمده تو کی؟ نفهمیدم. تو چی جانم به کف آمده در کی موضوع برنامه کرد حق فریب کردی؟ من برای برنامه کردم که سیاست امروزه کشور را فرسوده میدونم و غم جان شما را خورده ایستادم که با رانندگیتون زندگیتون گذرد. شما از روی تخصص کدام کسب رو دارید؟
شما غم جون ما را نخورید. برادر عزیز یک سوال، شما از روی تخصص راننده هستید؟ تاکسیست هستید از روی تخصص یا اختصاصتون دیگر است؟ اختصاصم راننده او دی این ابو پای با میاره ماشین از سرعت میگن. نفهمیدم. اختصاصتون چی است؟ اختصاص ندارم، راننده عادی میگم، راننده. اختصاص نداشتم، رنگ رفتم در اون آوجا و دوام کمی گشتم. رنگ شمارید یک. ببینید برادر عزیز، اختصاص ندارید. تو یک وقت گوش کن، تو یک وقت تنفروشی پدن حالا تیم تمام میدونم. خواهش میکنم من حالا شما را تأخیر نکردم، بدون تأخیر صحبت کنیم. گوش شما همین سالت میارم، من به خدا قسم میگم یک سال 2000 دروغ نکنم 4 بود. من در کوچه لمنا صوفی شهر قرن مهمان شدم. من پتسم بودم چنان. من اونجا مهمان شدم. همونجا من شاهدم که در همون میگفتن همون آدمای همون کوچه که همون بچه‌ها که وقتش انمی شما و همون پرتو جنگ انداز همون خونه را همون محله را خونه به خونه گرفتن، مردم شب بردن گل کردن بردن در به جای نیستن تو حاضر همون مردکو دعوت به همون خونه‌شون برگشتگی نیستن. بله از دست فرونت خلقی این چنین کارها آمده بود، درست میگید. فرونت خلقی نبود، ملک قلندر میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم و دست ملک قلندر اومد گفتن آدم را بر میگفتن ملک عبد نوری. سال چند بودین؟ سال چند بود؟ سال چند بود؟ من همون سالی که من مهمون شدم در همونجا ما پتنه سنفی 8 9 بودم. سال چند بود؟ وقتی که سنفی 8 9 بوده سال چند بود؟ سال 2004 رو میگم. سالی که اونها رو به اونها ضرر رسیده در وقت جنگ سال چند رسیده است؟ سال 2004 من مهمون شدم اون سال 92 93 بود اگر هم مردم همه خونه یک تای شب بودن. همون بچه‌های قدیم میگشتن مثال هم باش تغییر رفتن بخدو. برادر عزیز گرامی از سال 1992 تا سال 1997 تا سال 1997 حکومت و تمام تانک و توپ و یرق اسلحه کشور در دست فرونت خلقی بود و مخالفین در غربت، در مسافرت، در مهاجرت بودند و هر نامحکومی که از سال 1992 تا سال 1997 در داخل کشور به میان آمده است از دست فرونت خلقی آمده است. نه دروغ نگو، برنامه فریب نکن. بله و در حالت مبارزه فرونت خلقی با مردم آمده است. همون چنان بچه‌ها میگفتن که پدران ما را ملک قلندر قدیم ملک عبدالله نوری بودن، قدیم ملک عبدالله بودن. ملک عبدالله نوری از سال 1992 تا سال 1997 در تاجیکستان نبود. برای همین برادر عزیز گرامی خواهش میکنم ما تاریخ زده نباشیم. امروزتون را بگویید شما با علم دیروز نه با نقشه فردا زندگی کنید. نقشه شما دانسته مانید که با این مبلغی که امروز در داخل تاجیکستان به دست آورده ایستادید شما میدانید که فرزندتان را خوب خواننده نمیتوانید، شما میتوانید که فرزندتان را خوب تربیت کرده نمیتوانید، به دانشگاه قبول کننده نمیتوانید، در دانشگاه تحصیل کننده نمیتوانید، به خارج برای ادامه تحصیل فرستاده نمیتوانید و آینده فرزندانتان را روشن کرده نمیتوانید. اگر خواهید که مبادا برای یک گاوتان یک عاقل بسازید به این پولتون نمیرسد. اوکی برادر شما خلل نرسونید فرزندان ما ان شاء الله با هم رفت خوش زندگی میکنیم. تشکر به شما. ما خواهش میکنم با عرض احترام به شما که اولین نفره بودید که از همین رژیم امروزه تاجیکستان در این برنامه امروزه ما دفاع کردید و تشکر به شما. در برنامه‌های دیگری ما فعال باشید و با دلیل با اثبات صحبت کنید بدون تأخیر. تشکر به شما. زنگ دیگر رو قبول میکنیم. الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر آواز ما رو میشنوی؟ میشنوم، بسیار خوب است. بفرمایید. منبر شماست، حرفا شما باید گفته شوند و ما بشنویم. سلامت باشید.
چاپلوس‌های امروز خاصی برادر عزیز بدون تحقیر حرف خودتان را بگویید، با آنها سر کار نگیرید. با پایان نه با بالا بنگرید تا که با بالا بر اومدن آسان باشد برایتان. شما با پشت نگاه نکنید، به پیش نگاه کنید که تا پیش پا نخورید. ان شاء الله ما به پیش میرویم برادر. برادر میخواهم یک سخن گویم به مردم کل تاجیکستان. الو بفرمایید، من گوش کرده ایستادم شما را. تا که ما در این ظلم رژیم صبر میکنیم، طاقت میکنیم، ما باید آینده خودمون رو خودمون سازیم. این یگان همسایه ما به درد ما نمیرسد یکمش. یا اون کس خانه ما رو مقصد باغ نمیکند، مقصد یا اون کارخانه نمیسازد. این ما باید خودمون سازیم که این ظلم و ستم رو از بین بردن در کار. فرد ما میموریم، امروز هم باشد پگه هم باشد. آینده ما دونن که مقصد این همه مظلوم بودیم، مقصد در زیر ظلم. ما میخواهیم که در آینده فرزندان ما، آینده ما مقصد یک نفس آزاد کشند، نه اینکه در درون یک بانکا که محکم کردگی فقط پیشوا. همین قماند است که در پیش باید تعظیم هم کردن، سجده هم کردن، چیکار کردن، تا حال هم کرده شدن. ما این رو نمیخواهیم. من یک جوانی مقصد نه جنگ دیدم نه یک چیزش دیدم. من جوانی مقصد بله درست میگه 23 ساله. بله من میخوام آزاد باشم. با یک جوانی 23 ساله از جنگ یادآور شدن، فقط هر مشکلی که شما در حکومت دارید، هر کمبودی کارناشیمی که در حکومت دارید، به همه جنگ ربط دادن گیرید. به این جوان 23 ساله افسانه است. مالش اگر اینها حاضر ما رو به جنگ ترسونند، فرد ما مقصد گذشته های ما برای آزادی ما جان سپردن، ما در نزد در فرد درست قیامت چی جواب میگوییم؟ بله وال فردای قیامت را یک سومونید، همین به نسل‌های آینده تا قیامت کی میشود الله میدوند. تا قیامت به همین نسل‌های آینده ما چی میگوییم؟ به فرزندانمون چی میگوییم؟ بله باید ما یک کار کنیم که مقصد سرجم شویم. هر چی زودتر، ساعت دقیقه یک ساعت پیش از پیش ما باید سرجم شویم، رویم. این حشرات ها این یگان خیلی اینا اوج ضعیف شدگیان، اینا یگان کار نشایم، مقصد اینا یک عددشان یگان کار نمیبیرد. ما باید خودمون رو این جنگ مایلش من مردم در راه حق مرم بگذار، در راه مقصد شهید میشم. من میدونم که یک مظلوم از روی که من میمورم یک مظلوم آزاد میشد. این رو من میدونم. نکین ساختنمون در کار تا که در زیر ظلم، در مهاجرت هم ظلم، در سر مردم تاجیک در همه جا ظلم. بله برادر عزیز، این خودش همین خیلی است. حالا که ما در خارج هستیم، درباره ظلم، درباره تضییق، درباره فشار و کارنشینی حکومت وقتی از خارج ایستاده گپ بزنیم، باور کنید وقت‌هایی میشود که شب‌های شب خواب نمیبرد که به همین حالت کشور من تا کجا میرفته باشد. ببینید امروز ما بی‌پروایی کرده ایستادیم. چندین ملت‌های وجود دارند که مردم تا درجه بی‌سواد چندین ملت‌های وجود دارند که کشور ندارند، وطن ندارند، نابود شده رفتند، یعنی ادغام شدند. ما آهسته قدم به قدم به تمام دنیا ما را پراکنده کرده ایستادند، به تمام دنیا ما را پریشان کرده ایستادند و به آنهای حکومت رانده ایستادند که آنها بلیگوی هستند. هر خطر را احساس کرده ایستاده. این ملت عزیز، کسی که حرفی گفتن دارد پریشان است، کسی که حرفی گفتن، حرفی غیر دارد، اندیشه خود را دارد پریشان است. به تمام گوشه و کنار دنیا مثل سیگان ها،
مثل دیگه چند ملت های هستند که مثلا مثل همین اویغورها، مثل کردها پریشان هستند، زبان دارند وطن ندارند، پریشان شده رفتگی هستند و با کسان این حکومت امروزه حکومت برده ایستاده است که فقط بله را میدونند، بله گفتن را میدونند، لبیک را میدونند، خلاص سر را بالا کرده حرف گفتن ندارند، حرف زدن نمیتوانند، شجاعتی گپ زدن رو ندارند. وقتی که کار با اینها موند ملت نابود می شود. آینده ملت چی می شود؟ شبهای شب خواب نمیبرد. این هم ملتان عزیز، ما را اینها سیگن کردنی هستند. ما را اینها مانند همین دیگر ملت ها که امروز همچون ملت هستند لیکن وطن ندارند، مثل همین ها کرده ایستادن. همین لبیگویی ها وقتی که گپ زدی به گریختن، به مهاجر شدن مجبورش میکنی زیایی را، و زیایی وقتی که از وطن بی وطن می شود، از وطن دور می شود و به اینها فرصت می شود که هر نامعقولی که خواهند بکنند، وطن ملت از بین می رود، وطن از دست می رود. ما این غمی این رو آیا خورده ایستادیم یا نه؟ ای آنهایی که امروز لبیک گفته ایستاده اید، ای آنهایی که غمی آینده فرزندانتان رو ندارید، ای آنهایی که نمی اندیشید که با این لبیک‌گویی ها، با این بله‌گویی ها، با این بی حیثیتی ها ملت نابود می شود، وطن از دست می رود. اوی خیر به خدایید، شما در دل یگان خونی میگشتگی دارید یا نه؟ در رگ شما خون میگردد یا نه؟ در غم شما خون تاجیک هست یا نه؟ با بله‌گویی به کجا می رویم؟ ای آموزگاران، ای زیاییان کشور، آیا شما درست کرده ایستادید که این حکومت، این اولاد امروز تمام مغزهای تاجیکستان را گریزان کرده است، بر روی زمین پراکنده کرده است؟ وقتی که پراکندگی به میان می آید ملت از بین می رود. غم این را خورده ایستادید یا نه؟ اگر غم این در شما نباشد زیایی شده چی می شوید؟ تحصیل شما، دانش شما، خیرت شما اگر برای گفتن سخن حق نرسد، اگر شجاعت گفتن سخن حق را نداشته باشید، به چه کار می آید؟ همین خاموشی شما ای زیایان کشور، ای دانشمندان کشور، ای کسانی که دلتان به ملت می سوزد، همین خاموشی شما سبب شده است یک عائله تمامی دارایی کشور را غصب کند. همین خاموشی شما سبب شده است یک عائله مجبور کند تمامی مغزهای کشور که به خود احترام قائل هستند کشور را ترک گویند. تا که این وقتی که هر یک نفری که خودش را احترام میکند، هر یک نفری که به دانش خودش، به صدای خودش، به اندیشه خودش احترام قائل هست، دیدم که نشد مانم که رود شود، چی می شود آینده؟ چرا ما در این باره نمی اندیشیم؟ زنگ آمده ایستاده است برادران عزیز، زنگ را قبول میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز، ما شما را میشنویم. پخش زنده است؟ بله بله بله، پخش زنده است. ما شما را میشنویم و تقریبا 2000 زیادتر شما را میشنوند. تشکر. برادر، ما در برای همین ظلمی کلغاوس امام علی گفتنی هم که برادر عزیز گرامی، خواهش میکنم بیایید بدون تاخیر گپ زنیم. کلغاوسی هم به خودش، دیگه چیهاش هم به خودش. ما توانیم همش معلوم شده، همیشه با سخن خوب درد دل خود را گفته توانیم. ما از می بینندگان خواهش میکنیم که همه وقت یک جو باشیم، با این عقب کشی این خیل نمیشه. تو که رنگ غلام کار میکنیم. بله برادر عزیز، بله برادر عزیز، بفرمایید. ما صدای شما را شنیدیم، گپ زنید، گپتان را دوام دید. برادر عزیز، صحبتتان را میتوانید دوام دید؟
با فکرم هیجان زده شدید. کار تا جایی رسیده است که یک مردک از هیجان گپ زده نمیتواند، گریه گلوگیرش کرده است، حرفی دلش را گفته نمیتواند. کار تا این درجه رسیده است. بفرمایید. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای شوکت شمایه؟ بله بله بله، خودی خودم. بفرمایید، منبر از شماست، ما صدای شما را میشنویم. ما یک پیشنهاد داشتیم برای که همین اساس برای امرو برای ناحیه و شهرها که همین خوش آمدگویی و همین پیشبازگیری های به معنی که صرف زیاد دارن، رسخات بسیار دارن حساب همین خلق، همین چیز بس کننده، همین خوش آمدگویی به چیز ده. بله. همین قدر پیشنهاد داشتم با شما، همین را با همون رئیس های ناحیه ها رسونه. بله. باقی در امان خدا باشه. تشکر به شما برادر عزیز گرامی. حکومتداران عزیز، شما هم جزئی همین ملت هستید و ببینید فرزندان شما هم در همین وطن زندگی می کنند. فرزندان شما هم در مکتب همین وطن می خوانند و شما از حساب انداز همین ملت معاش می گیرید، زندگی می کنید. یعنی مزدوری همین ملت هستید. مزدوری همین ملت هستید. وقتی که ملت پشتی اتاق کاری شما می رود، صدایتان بلند می شود با آنی که به شما معاش می دهد. دود فغان می کشید. وقتی این گذشته است، وقتی آن است که وقتی آن رسیده است که شما دیگر به کارفرمایان خود دو دست پیش بر باید مناسبت کنید. باید مناسبت با مردم را بیاموزید. در هر یک ناحیه یک پرچم های سر به فلک کشیده برافروختید، سر مردم خم است. پرچمی که سر به فلک کشیده است لیکن سر مردم خم است، به چی درد میخورد؟ او پرچم ها زیب مردمی هستند که سر بالا دارند، سرشان بالا است. به هر یک اون پرچم هایی که در مرکز های ناحیه ها شما مصرف کرده سر برافروخته اید، میشد که یک کارخانه بنا کرد و سر خمی چند نفر را بالا کرد. میشد که با اون دروازه هایی که به درآمد های ناحیه ها با پول های هنگفت، با مبلغ های هنگفت بنا کرده اید، یک کارخانه بنا کرد، سر 10 15 20 نفر را از سرخمی نجات داد و سر چند نفر را بالا کرد. پرچمی بلند را سر بلند بالا می کند. پرچم را سر بلند بالا می کند، نه سر پست. پرچمی بلند زیبنده سری بلند است. یک زنگ دیگر آمده است، قبول میکنیم و این زنگ آخرین است. برادران عزیز گرامی، بعد از این ما برنامه رو به اتمام میرسونیم. بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من زوده شهری اسکرار میخواستم یک دو سخنه با رحمانوف رسونده باشم. بفرمایید برادر، چون از اتاق فرمان به ما گفتن که شما سخنی مهم داشته اید، برای همین ما جنبست کردنی بودیم و زنگ شما رو قبول کردیم. بفرمایید برادر عزیز گرامی. البته نگاه کنید، به من یک چند دقیقه وقتی من سخنم رو تمام میکنم و باقی جنبست میکنید. من زوده شهری اسکرار میباشم و این چوپوسانی که این روز برآمده میگویم نتفلیکس هم از هر پایزه است که در است به مردم هوشیار شوید. تاجیکستان حوزه پرچه کرده فروخته ایستادند. قرغیز گرفته ایستاده است، تاجیکستان رو ضبط کرده ایستادند. طرف قومی رو به خطای فروخته ایستاده است. این اویلا همه جا رو منپول کرده. این روز پیدا من شما همه ما رو موجود کرده خودشون
حکمرانی خود را در همین تاجیکستان آرام و آسوده دوام میدن. ولی ما چهلی که 15-20 سال پیش پدر من در مهاجرت بود، اینا من خودم نیز کمان شدم و مهاجرت مهنتی آمدم. دانسته باشد که احوال شما و فرزندان شما هم نیز همین خیلی دوام خواهد کرد. تاجیکستان یگان خیلی آبادی نیست، آرامی نیست. و این 400 سومه که امروز مردم تاجیک معاش میگیرد با آن چه خیلی میشود؟ نه یک نگاه آب گرفته میشود، یک نگاه آب که گرفته بر روغن هم میرسد، روغن که گرفته بر گوشت هم میرسد. یک بار به خود فکر کنید همون رستم، همون آزاده، تخمینه، ولی را همون در یک چند سومی رست خود میکنن. همون با 400 سوم معاش که میگیرید، با همون 400 سوم معاش که میگیرید فکر میکنید میرسد همون معاش برای یک ماه زندگیش البته که نمیرسد. و در روزش میلیون ما را رسول میکنن، هرو ما شما را ندارن. اما دپوتاتایی که امروز برای فروختن زمین تاجیکستان، برای تجاوز به کنستیتوسیا، برای همه اینها تهمه پخش هر رو پخش کرده، دانسته باشد که به هر یک خوراتون، به هر یک تهمه پخش پردگیتون جواب میدید. اگه تعیین به جواب نمیدونن. بله. انشالله مخالفان انشالله از راه نگردید. انشالله تا آخر من قطعتون هستم. من 23 سال دارم ولی پروای عمر جوانم رو ندارم. من اومدم برای ملت، برای خلق، برای وطنم سرم رو دیم ولی ناموس رو نیم. تشکر به شما. تماشابینان عزیز گرامی، ببینید امروز به برنامه ما اکثریت از ناحیه اصفهان زنگ زدند. این نشانگری چی است؟ این نشانگری آن است که آنها را گشتم گزیده است و درد او را احساس میکنند. دیگران خاموشند، مردم دیگر ناحیه ها خاموشند. برای چی؟ برای آنکه آنها حالا مثل آنها درد را ندیدند، تهدید را ندیدند، به خاکشان، به زمینشان، به خانهشان هجوم را ندیدند. برای همین خاموش هستند. امروز مردم اصفهان برای چی بیدار شده است؟ برای آنکه احساس کرده است که خاموشی نتیجه نمیدهد و خاموشی نتیجه نداد و دیده ایستادند که وجب زمینشان را، خانهشان را گرفته ایستادند. مردم اجنبی به درون آن خانهشان آمده در آمده ایستادند، راهی که میروند راهشان را بسته ایستادند. این درد را حالا در تن و جسم و جان خود مردمان دیگری کشور ما احساس نکردند. وقتی که احساس میکنند بعد میفهمند که گپ در کجا بوده است. برادران عزیز گرامی، باید ما بیدار باشیم. باید ما امروز کوشش به خرج دهیم که دیگر چی آنهایی که امروز در نهادهای حکومت کار میکنید فقط به خاطر 1000 سومان، 1500 سومان مبلغ و چند دزدی های لیوی پراویتان به لب مهر زده اید. ریسک را از الله بدانید. بدون حرام هم زندگی کرده می شود. بدون مفتخوری، پارخوری هم زندگی کرده می شود. و زندگی با سعادت، زندگی با عزت، زندگی با احترام ان همین است که به پاره یک کس چشم ندوزی، به کیسه یک کس چشم ندوزی، به داروی یک کس چشم ندوزی، بدون دزدی، بدون غارت، بدون پاره زندگی بکنی. شما که 700-800 سومان معاش میگیرید بر ضمن این و در جای کارتان میدونید که به شما 1000-2000 دیگر پاره میرسد و لیوی پراوی در آمد می آید، برای همین به لب مهر بسته اید. از این ننگ دست کشید. به این بیننگی، به این بیشجاعتی، به این بیشرفی دیگر بس گویید. با شرفانه زندگی کردن را به خود شعار کنید. بدون پاره، بدون حرام، بدون دزدی، بدون به کیسه مردم دست درازی کردن و چشم الا کردن زندگی کردن را پیشه کنید. و حتما این کار را شما میتوانید. اگر در جسم و جان شما، در تن شما رگ تاجیکی هست و خون تاجیکی میدود، شما حتما از اوده این میبرایید که به خاطر
800,000 سومان شده بیننگی بیشرفی را اختیار نکنید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. اینجا برنامه ما به پایان رسید. برنامه های دیگری ما را از شبکه یوتیوبی پیام تیوی، کانال اینستاگرامی ما پیام دیفیسنیت و کانال تلگرامی ما پیگیری کنید و تمامی برنامه های ما در کانال تلگرامی ما دوام روز پخش می شوند. دوام روز در رادیوی پیام چندین برنامه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پخش می شوند و رادیوی پیام در نشانی رادیو پیام .net دسترس است و تمامی مطلب های ما، چندین تحلیل های سیاسی ما در پایگاه تحلیلی ما پیام .net نشر می شود. پیگیری کنید. از هفته آینده ما برنامه های آنلاینی را در رادیوی پیام نیز آغاز میکنیم. ما را پیگیری کنید، با ما باشید و با ما بودن شما این بر آگاهی شما مساعدت میکند، به وطن دوستی شما مساعدت میکند، به آگاهی حقوقی و سیاسی شما مساعدت میکند. امید میبریم که توسط این برنامه های خود خدمت به کشور، خدمت به ملت، خدمت به وطن کرده باشیم، برای آگاهی ملت سهم گذاشته باشیم. سربلند و سرفراز و پیروز باشید. با همین برنامه امروزه ما به آخر رسید. السلام علیکم و رحمت الله.